هر جنگو جیره باید اینگو گوشتانگ، باید اینگو خبر، باید اینگو استدلال فکری و زبانی همراه ببید. آیا وقتی این منند نه کنفرانس هشت، نه کنگره هشت، نه نشست سیاسی، بلکه گوشتش ما گوشگو کنیم که درستگی جیره گوشگو اردبن و ما همه گوشگوی مدنی مننده ها به همدلی رسیدن که ایران دا بیه هیچ گرد بعد انقلاب بحر بزورن تو انقلاب مرکزی شهرانی مردمان امیدواری بدهند که ما درو با هم هستیم، ما درو گون یک کادگر گوینیم. هنچو که واجدات شاه گوشت پیشیرنده حکومت گون زهرچم گرگی آدابی بلوش بلکه لورسی بترسینید که اگر شما چوش بکنید که کرد کنن، من شما را همی دا بکشان که شما دید که یک کمتر چه یک گنته تا کمتر چه یک ساعتی تا چه زمین و آسمان و بانانی سرا من شما را کشان. واشه یه دیگه هفته بیشی که یک پسوی بدن پا کشتگینا واشه مسیطا ماند رکت و 27 نفر 28 نفری او دا کشت و گشترین چپی کردن و پدر رنده هم اعدام و پانسیدگی دستا گرفت و هیچ گیر یک قضاوت و دادگاهی اردی نکرد که آبکشو کیا پرماتگن که ای دامی کشتاری بلوچستان تا ای دامی هون ریچیه بکنن. ای رنده بری چوش نبود. بلوچان پیش داشت که ما نترسین، ما داچی گون سوچم من بلوچانن، ما آزادی مروچی روچو اگر هر بودتگن تو باهر بودتگن تو گورم بودتگن رمک چارین دوره ها ما عزیزی مال و هستی ایرندا ما هستی آزادی و ما آزادی گو سوچم من بلوچانن گو هنچینان که یاسرن گو هنچینانی که ما طفل و چک و جنین و مردین بودتگن ما ایرندا ما هر چیزو هستی ما آزادی. به همین خاطر آگندن که به همیش آگندن که بلوچستان ازی پیری تا مروچی اشتاته سجه مدنی شهران چه ایران شهر پهره گفته تن چهبار گفته تن سرباز گفته تا هر جاگه آگندن که آسمان دارگاین تو وطی شانه پشانگی ها وطی همدردی و همدلی ها مردمان کرد که هم گون پوچ و زبان و سیاسی گرنچا گون هم دیگر کڑی هند و اشتاتگن. منی خیالا چیزی که ما اراده کد پا این لوگا که این لوگ چمه سنگتان بلوچانی یک شپی ادا بنندین و گو هم دیگر خبر بکنیم ایشن که هاو بلوچ ادا کرد هم پیش چشیا که احزاب کردی احزاب سیاسی کرد هنچین بیانیه صادر بکنن هنچین بیانیه دیم بدهند پیش آیا هم ای شهر و آ شهر و ادا و او دا و ای دمکو آدمکو ای گلی و آ گلی پا داد کگتن. بله ایران یه دیگه انقلابیان ای خبر دلا شهر ننشت پچیا که ادو او ده پادایگا گو یک سیاسی شعوری که درستگی ملک آشورا همراه ببید باز پرکیم تک و پرکیم ادو او ده خبر اگرین ادا ببید و ادا ببید ادامه بید و ادا ببید ای اگری خبری برای واحدی که یک فرمانی صادر بید یک پیشوایی در کپید یک رهشونی در کپید که آن رهشونی سرا کار پا نظم پا دیسیپلین دیمارات دیگه خبری فهمیش که عذاب کردی ها و تیمنین برجاه داشت تا ای پسبا پا ایران سجین حاکا سر کنند که ما وشتاتگیم. فهمیش که ما یه لوگ پا یه خاطرها گفت که می پیشوایی چی هنگت تا این انقلابا گون واجه مولی عبدالحمید مسجد مکی ها بودتا می دانشور گون همراهی ها گون آواجه ها یک جا بودتگن تو یه چیزش دیما بودتا. فهمیش که ما لوٹن که واجه عبدالحمید صاحب ایراندا پکا بکند ای خبر را بگی شینید یعنی ملک سرجمین همدلیا اعلان بکن که ما گون کردان همشانگیم ما گون کردان کوپک پا کوپک هوری که ما گرنج هم مذهبی لحاظا هم سیاسی لحاظا ما هور لگت مال بودتگیم و میشکا هنچو که رهبری کردستان ای خبر گیشین تا که ما هور بینگو انقلابا
بلوچستان هم گون کردستان و گون ایران همدلیا گونین. یعنی ما بلوچ سجهیم بلوچ اندرون ملکا چه دن چه ملکا چه واجه ها ای کلاما ای گالا ای گوندین گالا بشکنین که کردستان مردم ایران ای عدالت واهی ای برابر حقوقی واهگا ما گوان کردستان و گوان مردمان ایران هم کوپک و همشانگین ای حبرا و تی جمعه تقریر بکن اشیا همه دابا که کردان رهبری پیش داشته بلوچانی لیدرشیپی هم اشیا منوک بمن تو ای حبرا درنگاز بکنن علل اعلان پا جهانا که بلوچ و کرد هم سرنوشتن همدلن اگو ایران یه دیگه مردمان که به عدالت واهی پاداد کردن ما اشتاتگیم ایشی ها اعلان بکن و میشکا منگوش که ما شما ادا همشار ببین و هر کس بیتی نظر را بداد که باری ما ای واحقا چواجه ها بلوٹین یا ملوٹین شما چی باشید هر کس اگر بیت نظر بدن ما چه دیر وقت تصاده ها ننده ادا یه لوگا که سنگت اگر یاد کن هر کس نظر بدن که چی بکنیم ما شما که واجه ای واحقا پورا بکن بلوچانی همدلی ها گون کردان و گون ایران یه دیگه انقلابیان جار بجن باش باتید سواش درود دیوان درود واجه جی ها واجه دادیارن چطور گوشت ما شما را پده هم مهمان هستن که اگر ما شما وش و آرام بلوچی هم وش گپ بکنه مشمه سنگتان کردان ترکان لورا هم متوجه بن و کوشش بکنه و تی کتبه سخنرانی یا گشته چه 2 دقیقه تا 4 دقیقه مکنه و مخصوصا که ترا سپارش کنه واجه دادشاه کنه ما شما دا چون ملهانی دا با عادت مکنه یا 10 دقیقه تی سخنرانی مکنه تبادل نظر اخباران اتفاقاتی که او دا مشمه ملکا کپگه ای باره گوانده گپ و اخبار و تی نظر آدن چه راه حلی هسته چطور مشمه بلوچان گون ایدگه ملتا همکاری بکنن تو نتیجه گیری بکنه اگه بیاین گپان تکراری یا 10 دقیقه تو 15 دقیقه گپ بکنه بعد ما شما را سنگتان فارس و کرد و ترک هم نشتگن وش سرپد مبن پایده اینیه کوشش کنه احترام بله اگه هم سنگتان مشکل وش مشم بلوچیان نفهمه ما شما اما گالان استفاده بکنه که آیا ها سرپد بن باز مهربانی چین پیشنهادیت و میشکا که ما شما 2 گروپ زبانیه اگر خبر یک زبانی تو که آدگه سرکچنه وارن درازکش ببن همچوشین پر راستی که همچین تحمل بارد هر کس منی خیال دو دقیقه منی خیال کافیه گیش 3 دقیقه تا گیشتر مبید واشی خبری تو کد مهندس جان جی دقیقا بعد جست و چی بیا بر بینه آیان بلکن جستیه آیان ما شما را چهان جستیه ها ملکان انو مثلا تهران چه خبره کردستان چیه چو گودی گپ گوند ببی گر درستم بهر زوره چون می هدفش اینه فقط کوتی بلوچی بجنین تو واز بکنه می هدفش اینه اطلاع رسانی بکنه گوند ببی واشتره باز مهربانی جی واجه بلوچ شما واجه دادشاه واجه اتفاقی هر کس چه شما که خبر کن جهلی که نشتگن روف جان تو اگه یا وحدی وقت کو ناصر جان بیای تا آدگه برات کاین برات گوهاری اگه کاین باش ما تا 10 نشتگیم بگوشید جی Ustaz Aziz minnetwaram çöş sangaton şumy. Man go waja aslamam topakan şiddu nemegi habari bit diwanam barit barja daret dema yak sangati çizi just porsi bit tam baz baş. Kunukin ti waja Aziz de tivati jende ya şiye bahari mazani tivati paçi mi tawaro o haber hani şuma ke diwan şartır dema barit ne. O me jennet mani manam danno Antes que mais uma peça era gosto que man de gosto man ascent que nabi que man divan tavan bal e divan jar ti wati gent que tawat bare dima और चाहे मालूमात है की तरह से चाहे बलूचिस्तान ता आये बुआच बरी दीमा
انچش واجه اسلمت گوش همراهی بکن واجه دادشان و جعل سنگتان خواستن رؤوفن واجه ناصرین ایشان هم بیاری بری واجه خوش هم شما هم بیاید پرزه اگه توارو بعد جتی کنه هم شرط دیوان هم برید دیما نتوارو مهربانی برای تیبیتی نظر چی یه واحق ما شما درشان بکنی من این باره لوتون که شما هر کس ویتی نظر یک دوز کتاب بدهید که ما یه واحق چه واجه ها بلوتین که آواجه ای هم کوپگی ایران بکند یا نه. بیشک که واجه ما باید بلوتن تواری من آی جوست بگیرن که هم کوپگی بید گوی دیگه ملتان هنچوش کردان گونا هنچوش ترکان گونا هنچوش عربان گونا و بلوچ هنچی یک را جیوت و ای همگامی گوی دیگه ملتان گونا گوی دیگه راجان گونا هم تو پاکی بیتن چرا بله واجه گیشترین هنوکی واجه پناهی یه جارم نیال هنگه تک هم زیتن بله پیسر چیشی یک ندای ده که آی موقعیت هم مارش ما دانی که چه حسابه چه پیم حالا شی به صورت توار جار جنگ به صورت گروهی دست جمعی شخصی یا به صورت یک سازمانی که یک گروه حزبی نتوان وشی هم بری واجه مهندس اسلم وشی هم بری واجه بلوچا کود که ما شما چه راهی یه حبرات چه واجه ها بلوتین اشیا فردی بلوتین انفرادی هر سیاسی مردم جمع بند یک نامه بنویسن درخواستی بکنن یا بلوچستان احزاب مثلا جبهه متحد یا حزب مردم بلوچستان یا راشت پاکی یه دیگه هم هور بند یا همچین چیزی چه واجه ها بلوتن که ما احزاب سیاسی بلوچ لوتین که تو یه کارا بکنی یا چیز راهی دیما ببرین واشی هم اوری واجه کو فهم شو باشن که یک فکری هیچ کتل نکن یک دستی توار نیستین یک دستی توار ندن وحدی که مردم مچ بید فکر گشتر من واشی هم بید منی دینا یه نیاد که بر واجه بلوچا سکیم واشیم پیشنهادی کد که ما شما چه راهی یه چیزا چه واجه ها بلوتین بفرمایید. واجه بالا چه من یلا من تلفون مشغولتم من شهر متوجه نبیتم اگه واجه بالا چه نگوره ای باره رنتری سنگتان گشته ارتباط ای باره گشته مشورت کنه یک کارا ما شما واتساپ کنه شما وقتی گپ و پیشنهادان تو جوسپورس و اطلاع رسانی بکنه من 5 دقیقه تا یه حواله جنه آلمان دانشجوی مشکلی گیرات که من پد برگردم واجه امیرم جهل امیر جان بیا برزن واجه امیر واجه رو جان بیاد برزا که ما شما مشورتی بکنیم و هم دیگه را گپ بزنیم. داشا جان تو چی بوشه؟ وجه چونکه و مردم انو میدیا سجن گوشه وقت جوشه زنه هر جا مردم چه سوتنگ ایران سازمانی چه گلی نه پچه که مردم لوتنگ سکی گرانی و اشاره که شما ملکات چلاینت نکن شما برای بس اشانی لوت همشه ایرانی نه نو مردم همین لوتنگ در ایشی که میدیا بی بی سی هم چارگاه هم پیسر تره همین گوشه که خود جوشن تو مردم چه سوتنگ اما ایران وقتی میدیا همیشه گوشه نوشی که انو کردستان شنا پراخان داتا و آیه هم داتا پشنبه ساعت 8 بیاد تا وقتی بالکونی یا رودان در آیه تا پدا انتظامی گوشت شما مردمان طرفداری کنه و مردمان آوار باید باشه وقتی سلاحان دور ده یا شکل مردمان پاسداری کنه دوی گپ بود باشه که اگر بلوچانی هم یکی مثلا این دیگه که شما با شما ملکت چلند نکن ما رو کشتیر کو مرزا ما رو کشه دریا ما رو نیله چین شما یارتا نالین تا ادامه مردم کار روزگار نده زنه سجن یک دیسکریمینیت کلا مذهبی قومی راجی باشه که حتی مردمان زمین شده اصلا گفتگان انوارمنت خراب کتا کار مورد سجن صد بستگان آب سور کتگان میشه که آب هم مردم دکانه نده مردم اگه عبری بکنه گره بند کنه یکی جای عبری کن دیوانی انچه دنیا داری گره جوز پرسی کنه زنشی که یک جمهوری چه مردمانی چوکلکانه گری بند کنده
میشه که ایشیا بلوچ هم وقتی توارا چه کنه که ما انسان هستیم چه شیرانی ها شما که مدیریت جوان نه شما یک کمپانی ایران با یک کمپانی جامعه جهانی چه داره IMF و اینترنشنال بانک و شانی ممبرین و بعد شما چلان نکنه مدیریت شما رو نه شما 50% کسایی که پگار گرفته زن 47 ساله شان جلی بوده شاید هیچ کارو برآورده نبوده شن کارا شاید چیز تولید نکته فقط شن تولید بوده مردمان ششو مغزی دیگو چشیا ذره در گیزه گا خدای نامه باکنه گا که زر بکم اینا و 50% بوجه همشان برده یعنی بعد مردم بلوٹ مولانی سجی هرچ مال ملکتشان جمع کرد 47 سالشان پدا بده اتن حکومت ها داره ولی دیگه مردم شان بگیره ملت بتچت دیگه چه که کشت کشان ما بی اینه کسی حق کشک نیست اعدام ممنوع بی کلا هر کسی ایرانو بیته داره و فعالیت سیاسی آزادی کسی بخواد سیاسی عقیده کسی جیلا میکنه میشه که ایرانی مردم همین لوټه داره بتونه عبر بکنه میشه که بلوچ هم تونه در بیا توار ظاهر بکنه بتی لوگانی بانان سرا برو کوران برو کوان برو شعر نویسی بکنه منطور استاد عزیز تی توار نه آگین من یک خبری دیگه است من بوشم جان 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 دی من نتوان اولش که بازی مولای و باگواجه که بیتر تشان ی حرکت محکوم کده بلوچانی راجی تفاکی و تظاهراتشان ایشان باره هم تا چند تی خبر هم گوشت کنه محکومش کنه پتا راجع واهگین که دیماروی پیه دیگه رحمت الله هم یرگیجک ببید هر پیمه نه گیشتر توار سنگتانی کم توار کنه گیشتر پیشیه یرجنگا و شی حلاسی باره عبر کنه یه رند که دیگه گشته تلپچ کن من شهر سرپل نبودم یعنی روم بیچه مولایان چی لوٹته چی گوشتگیش روم بیچه مولایان اگه شما گواما ایکس هم تویتر که بیته او دو ما بازی ویدیو کلیپ دید که ایشیگه همی حرکتی که هستن هنوگین چیز بیته شی محکوم کنگن تیشی گوشند که این منافقند تو ایشی گناه گوری مکنید اسلام اجازه ندن پشیش به اسلام دنبال این طورینتش که شی محکوم کنگن ملا بازی ملای که مگشمی وطی بلوچان شما لگورین بلوچان ای کجا گشتر بوده سراوان بوده یا ایران شهر و زاهدان کوچه کجا این گیشتر همی بنیشالا هر چی که بیته من ایشان یک که من جانه ارتمونی حالا همی دهاتی یا نه که مرکز بخشی بیتند که ایشان بازی اطلاعاتی هم چه جودا هم نه چه آنش عجب بروتش کتا واحتهش که یه عبران که دیکتهی بیتند که دولت به آئی رسید تا هم مردم هم چوش باشتند که ویدیو کلیپش بود تا تا ادا بودش گیشتند شان چه واتی نازانتی هم نیالا گیشتر بیتند که یه جارش محکوم همین درایه من نتو این زنده مدنی خبریه یعنی اگه اشی رندگیری یا ما شما بلوچ مکنی سیاسی واک و طاقت اگه اشیا درشان مکنند توشیا آشکار و پکا جار مجنن و ایشان رضوا مکنند این مدنی خبری بید البته مروچگی نسل مروچگی بلوچی چوک اسکول شدگن تو مدرسه شدگن تو یونیورسیتی ها شدگن تو آک سیاسی اثر هلند اندرون ملکه مدنی شهران یه ملایان زانند که اشا هماین که مزدورن تو حقوق بگیرن حکومت زانن که هما عمر حبر جستش گو که واجه عمر شرق مسلمان کجا گوشتی بچاره چین چوچه حکومت تا دورن ایشان در واقع ایشان اگه ایمانی بودین ایشان باوری بودین اسلامی گویی حکومت تا نزدیک نبودن ایشان که گویی حکومت آواز هم آوازی کنن ایشان وقت پاکت ایمان و اسلامیت ایشان مردم
به همین لحاظا که شما مسلمان نید، شما را هم ایمانی کاملی نیستین که گون ظالم ها همراهید. ظالمی که این چو بلوچی کشته همه ریکی خبرین بانو ریکی گو آواجه که شتگتن یو اینا که آدابین رسواییش بار ارتگت این چو همایانن این حکومتی زبان رو خبر کنگن ایشان باید درشان بکنین، افشا بکنین، آشکار بکنین که مردم به شهری ایشان سرکش برن و چه واجه همه چیزا هم بروتین که واجه ایشان باید رد بکن که این حکومتی هن. و این دابین مولایان اگر نام نگید باز چیه نه مهم نه، بله حتما بگوشید که عالم مولایانی که گون ظلما همراهی کنند، گون ظالما هوربند، مردم آیان پیشوایی ممنن. کم چه کم این خبر هم چه واجه ها بلوتین و ایشان هم درنگاز بکنین، نامانش جاه بیارین، ایشانی بابتا شعر بوشین، ایشانی بابتا ایشانی پرونده هم بکشین، ایشانی زندمان رو درنگاز بکنین که یه چین چو مردمی بود تگم بودی عمره. برای این مدنی خبری، این مدنی روزوانی خبری که روم بیچه مولایان حال 5 نفر ببن 3 نفر ببن چوین پتوایی بدنن که هر کس گو انقلابی همراهی گو این حکومت خلاف همراهی آچه اسلام دارن، این مدنی پروپاگانده گنده و سلینین و ضرور باید درنگاز کنک ببین و شین خبری تو کن و بلوچ باید راه ببن چهشان. این بخش برای دوستانی که فارس و کرد و از ملیت های دیگر هستند به فارسی بگم که جمع بسیار گروه کوچکی از ملایان اطراف گوشه های شهرهای حاشیه‌ای بلوچستان گفتند که کسانی که این حرکات انقلابی رو در بلوچستان انجام میدن اینا به ضرر اسلام هست و ولی قطعا این گروه کوچکی از ملایان حتما از حقوق بگیران حاکمیت هستند که با در واقع بخشش های تشویقی و از اون هدایای میلیاردی که ملاها میبخشن در هر جا از جیب خلیفه میبخشن، ملاهای جیرخواری هم دارند که چنین فتواهایی بدن. 100% جناب مولوی عبدالحمید جلوی اینها رو به لحاظ اسلامی هم شده خواهد گرفت، مطمئنم این کار رو خواهد کرد. بله مردمان پکا کل گومتی جنب جوش و گومتی زرنبش تا که من پهره دیما برتگش چهبارا دیما برتگش جا که اشانی حبرا گوات اشانی حبر حقیقتا گواتا برته یا همه آس و دوتانی تلاش شده که پهره و میدان سودکش همه دار چیرا سودکش اشانی حبر گار بودتا. استاد دی د پاری مولا د سنگتان موشن اور اشارم په بلوچان کانوگیر بلوچان زانن تینچو آپتان تی توار استاد عزیز گارت من نزم چون که هم پدا خبر کنید من تو توار نیاد ها من وانی توار هست بری بند بیت ها یه چون وحدی هنچ بیت من خبر کنم خبر هم برای توار نشده. تا کجا توار منی آت تا کجا آت تو چی اش کد من تی توار هیچ نشکت من زان تی مایک پچین تا خبر بله با همین چو فورد تا کجا کتی اشکنک بود تا کجا اشکنک بود هیچ آخری گالی اشکنگ که تو نبید تی اشکن چما توار چیه می آخری هیچ جای اشکنگ نبید ادا همین هنگیم برای گوشم به یک دقیقه که تا خبر ته من نشکت چی اوکی دادشاه تو هم نشکد واجد پاکی تو هم نشکد علی شما شنیدید نه دوستان دیگه منش کن شنیدن صدای منو نه منش کن نه من ملایانی باره گپتون که واجه بروی گوه که یک کسانی روم بیچه ملایان گورکران مکران بلوچستان در بودتگن که مردمش گوشتگن که ما شما گوی انقلاب همراه مبین گوی جنب جوش گوی زرنبش تا همراه مبین که یه اسلام ضررین
ما شما نباید یه کارام بکنین که گناهکار بین. این مدنی خبری و منی خیالا یه هنچو که واجه بلوچ هم گوشت من هم منی هم باورم میشه که این چانوگیری ملایان اما دپاروارن که ملا اشان رشوت دن اشان زر دن میلیون میلیون که این خبران بکنن تو بلوچانی میانا پرک و پیر بلن تو تک و پرک بکنن مردمان. ما امیدواریم که واجه مولی عبدالحمید صاحب وقت این بی حیا و بی شرمی خبرانی رندگیری ها بکن تو اشانا مردمان راه بدن که اشانی پیشوایی ها مزورن تو اشانی خبران ممنن. البته من خیال مردمانی که پهره چه هبارا یه دیگه ملکان یه کار کتا یه منوکی نسل اشانی خبران زان تو جا که آین خبرش نزورتا اگر نه یه کار دیمان نشدن و میشکا آیانی خبر من خیالا اما مجسمه یا که پهره یا اما بوتا که دارین یا که مجسمه یا سودکگش آیانی خبر هم همون دا سودکا گوشته و گار بوده. بله ضرور باید این که واجه اشانی رندگیری ها بکن تو اشان پاش بکن. مشمه وانو که نبیسنده و شاعر هم اشانی بابتا پا اشانی رسوا کنگا هیچ کمی میارن. آکه شعر بلدن شعر بوشن اشان رسوا بکنن، آکه نبیسنده گو نبیسنده، آکه سیاسی هم گو زبان سیاسی تبلیغات ها اشان رسوایی جار بزنن. امیدوارم که من توارش کنه بیرنده. جی واجه زیستی توار برابر نوکم واجه شما درستم باز باشد که اگر کسی دامگ واشن تو وحدومه بیای برزا برزوره. این چند جمله رو به فارسی هم بگم که یکی از دوستان پیشنهاد کرد که گروه کوچکی از ملایان اطراف بلوچستان در مکران پیدا شدن که این چنین تبلیغ میکنن که اگر این انقلابیونی که همراه میشن در بلوچستان و حرکاتی انجام میدن یه حرکات اسلامی نیست و به ضرر اسلام تمام میشه. اینها به گفته خود بلوچا چانوگرانی هستند، یعنی تهلقمه گیران اشرافیت ملایان هستند که با حقوق گیری و کاسلیسی دارن این کار انجام میدن و باید افشا بشن. ما هم از جناب مولی عبدالحمید میخوایم که برای رسوا کردن اونها کوتاهی نکنه و مردم رو از پیشوای اونها پرهیز بده. سپاسگزارم. جهلادن دستبندی کنین که بیان بحر بزورن. البته ما شما رو تا ساعت 10 هنگا وقت هست، یک نزدیک به 1 ساعت دیگه وقت هست، بلکه بیان پدا هم بلوچستان البته یک همچین تنکی جاگهی سیاسی باروا که یک شاگردی که سک تنکی سک بیگوامیم پر سیاسی لحاظا یکی که تکو پرک یکی که هنچوش پش گید که پزور پش گید که زور آبران که یه تکو پرکی موه ندن یک چاگردی که هنگه فیودالیزم ریشه و روح و روان هنگت هستن. جامعه که هر کس آزان تو جاسوس سیاری حکومت ها همین چوک ایران تیلا، ایران دریا، ایران زرا، ایران هستی ها ملا همین چوک زر داته. من بلوچستانی که بوده نه کارخانه هستین نه یک سقف و یک تاکی 40 نفری 50 نفری کارگاه هستین، مردم دور بیکارن. گشتر ای سیاریگری و جاسوس بازی سک بازین، مردم ها پی خاطر پهریز هم سک بازین و میشکم سیاسی لوگا هم باز بردارت نکنن که سینجی ما یعنی سک باز بید تو گرفتاری سک گشتری بید و پدا بلوچانی کوش هنچوش دی ما بود حکومت ها. من سال 60 تا چه 100 نفر یونیورسیتی شدگین چوکان 60 70 نفر یک جا کشت. این خانواده هنچوش ترسید تو زراب دادن تو دراب کتن که مروچی بلوچانی ماحول به همه برادرات کرد. شما زرنبشتا مدیرانی زرنبشتا معلمانی زرنبشتا بچار ایران کردستان چونین بحری هستد، مازندران چونین بحری هستد، ولی بلوچان بحر زورت نکن بچه که بلوچان چه همه اولا که پا بیاین باشند که شما سیاسیت شما خبر
چیه نه مدنی نه، شما زرومبشت مدنی نه، اجتماعی نه، چاگردی نه، سیاسی شما تجزیه گرد، شما تجزیه لوٹید و همین خاطر هیچ کس جوریت نکند که حتی وتی مدنی خبران بکن، تنها وتی اجتماعی خبران بکن و میشکا هم بلوچانی مدیران زرومبشت سک ناتوانت سک ناتوان دیما شد. این حالت من خیال مشمه ایرانی مردم ایرانی باسواد و ایرانی سیاسی هم پشری زانن. به نظر من دوستان فارس ما هم به درستی تشخیص میدن که جامعه بلوچستان عقب نگه داشته شده، آمدانه عقب نگه داشته شده، هم به لحاظ تحصیلی هم به لحاظ ایجاد فضای باز سیاسی. از همین نظر جامعه تنگ و محدودی است و جاسوس بازی های حکومت در میانه این مردم که همدیگر رو در هر جا میشناسن، در دهات و روستاها با یکدیگر آشنایی کامل دارن، اینه که فضای سیاسی بسیار بسته شده. ناصر جان بفرما. ناصر جان بگوش وجه. سلام و درود فدا وجه عزیز و ارگه سنگتان وجه اسلم و بلوش صاحب و دوستانی که جهلان نشتگن عزیز جان. مولای عبدالحمید مدام یه جریاناتی که بر علیه مردم بلوچ بوده و تی اعتراضی کتا، ولی ایشانی که یه گپانجان مثل هما یک دراز بروتی هست از رابادی که منی آرزوش یک و مواجه بگندو یه چه همایانه که یه گپانا مروچی کنن تو ایدان بودا و پدا یک که سکو که ما احساس کتا که تا دبیرستان و دبستان و دانشگاه ها، اما زمانی که نظام شاهی هسته 57 که مردم شطور کایتن تا دبیرستان و دبیرستان ها همچو احساسی هستن که شک نارازه مدیر و چوک و دانش آموز و دانشجو. امیدواریم که یه رندا پدا همه دول که نظام شاهی به پرشگت یه احساس هسته و یه احساس بوده گوشگن که یه مردم ناراضن تو یه رندی پا دهتگن تو. امیدواریم که یه رندی وقتی حق و حقوق چیا برسه. جان جی. بهرنگ جان بفرما. هوشام جان وجه بگوشید. مایک شما خدمت. سلام درود بر شما آقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. متشکرم که مایک دادید به من. من دارم گوش میدم. اگر و من عذرخواهی میکنم که باید فارسی صحبت کنم، ولی اگر یه خیلی کوتاه بتونین در مورد اخبار تظاهرات اگر بوده در بلوچستان یه ذرم صحبت کنین خوشحال میشم. من دیر یه ذره اومدم تو اتاق. دلم میخواد بدونم اگر اخبار خاصی بوده، فعل و انفعالاتی بوده که بدونم که بتونم به دوستانم هم بگم. مرسی. بله بسیار سپاس بهرنگ جان. حتما یکی از دوستان حتما اون چه در بلوچستان روی داده خواهند گفت. هوشام جان واجه بفرما. مایک شما خدمت. هوشام جان واجه رسول تو جهلاده واجه رسول رسول پیغامی داده کرد و من بلگه همه دین بیه واجه شیخ جان بفرما شما. هوشام جان شما هستید؟ واجه اوشابی تبار نیست منی حالا ادامه باش نه. اوکی. و شام مایک بچه ملتوار نیست. آه. ناصر جان یک لنده دیگه بگوش بلوچستان کجا شهران تا واجه بهرنگ جز گفت که چی بود تا بلوچستان مکرانه. اونجا کلیپانی که ما دیستم بومپورا سربازا یه فارسی شهر باش که واجه بهرنگ بهش کن بفهمیدش. جناب بیرنگ این سرزده هایی که توی
جای ایران بوده، تو بلوچستان هم بود. ناصر جان تو وارد شد. ناصر من جان تو وارد صداشون رو شد. خیلی خوب نمیشه، فقط شهرستان سرباز رو گفتن، فقط شنیدم درست، اگه درست فهمیده باشم، ولی صداشون قطع شد. آره نه تو چابهار هم تو میدان بزرگ ایران شهر که مرکز اتصالی بلوچستان هست، دل بلوچستان هست. تمام شهرهای توی بلوچستان آه. توی ناصر جان ایران بفرم. شهر، توی پلکه ایران شهر مجسمه، فکر کنم جناب هوشام نوشته بود اینجا که آتیش زدن ولی سیمان آهن بوده، سیاه شده تصویرش، چون از آهن بوده دیگه زیاد اثر نکرده، ولی تظاهرات شده توی تمام شهرهای بلوچستان. بسیار خوب. رسول بسیار عالی، جان درود. تشکر میکنم. خواهش میشه. رسول جان واجه سلام. درود ربات ترا باشد که بفرما. منت اولا پا var بلوچی بگوش رنده پا پارسی. pa پارسی به درست پارسی کنه یک بارگی شر پارسی بکنم بهترش. دوباره من بسیار. که صدام خوب نیست. بله بله در بله رابطه بله. با تغییر تحولات بلوچستان، یه رفیق عزیزی پرسید، آره بلوچستان شده در واجه ناصر یا آقای ناصر هم توضیح دادن، در ایران شهر اون فلکه رو آتش زدن، بعد سمبولیک بوده بیشتر مثلا این کار. در بنپور هم تظاهرات شده، درگیریش تیراندازی شده. بعد تو ایران شهر هم علاوه بر این فلکه تو خود شهر ایران شهر درگیری هایی بوده. این از این. تو چابهار هم تظاهرات و حرکت هایی بوده. این هست تو ایران شهر. همین دیروز گمان کنم یا همین امروز یک سری حمله به نیروهای نظامی، ما سران باندهای از اون سرانشون، یک فرمانده یک پاسگاهی بوده در 5 کیلومتری ایران شهر به اسم شهردراز، اونو زدن و به درک واصل کردن. همون جیش العدل قدیم یا جبهه متحد مبارزین، همینطور چه اسمی داره، اون به عهده گرفته اینه. و این از این. یه چیز دیگه که می‌خواستم عزیزم، من یه چیزی برات واتساپ فرستادم، خودت یه نگاهی بکن. یک مسئله اساسی که فعلا در رابطه با جنبش ملی مردمی بلوچستان بسیار خطرناکه، که بخش ملاهاش که شما توضیح دادید، که ملاهایی که ما فعلا دنبالشون افتادیم، که اگر اسمش رو بریم شاید بعضی یاد 45 سال در رکاب رژیم بوده. 45 سال یکی از مبلغان مسجد مولای مکی 45 سال، من اینو حاضرم نال و آس بخورم، به گفته بلوچی میگه کسی که دروغ بگه دست تو آتش میذارم، تو آتش راه بره، که 45 سال این مولای مسجد مکی مبلغ حکومت جمهوری اسلامی بوده. تو این 2 سال هم در کنار مردم بوده، همه ازش پشتیبانی کردیم، از بلوچ و غیر بلوچ. واقع عزیز دادگاه براش شعر سروده. حالا ببینیم که چه کار میکنه الان. فعلا که یه مدتی تعطیل کردن و الان هم آخرین باری که می هفته جمعه قبل تظاهرات کردن، بر طبق چیزایی که تو میدیا خواندم، راست دروغ شو جوابگوش خدا میدانه، اون میدیایی که پخش کرده نوشته بودن که مولوی صاحب گفته که لطفاً با آرامش بیرون بروید، ولی مردم خوشبختانه حرف مولانا رو گوش نکردن، گفته با آرامش دیگه تمام شد، داره مردم ایران میکشن، ما باید با اونا همدرد بشیم. این یک مسئله. یه مسئله دیگه علاوه بر این که از ملاها بگذاریم که اینا ریشهشون وصل به طالبان، ما بلوچستان محاصره است از بخش نیروهای ارتجاعی مذهبی امارات اسلامی پاکستان، که اولین کسی که تایید کرد مولانا بزرگوار ما عبدالحمید صاحب امارات اسلامی را تایید کرد. خب هم دینن، هم مذهبن، هم مسلکن و حق داره تایید بکنه. و فعلا از نظر حکومت ها من دیگه نمیدونم که حکومت دیگه کسی تایید کرده نکرده، ولی مولانا ما تایید کرد. این مسئله خودشه. بعد بگذاریم در رابطه از مولانا جدا بشیم. در رابطه با علاوه بر نیروهای مذهبی ارتجاعی وابسته به حکومت که ریز و درشت و ظاهری و هفت رنگ و هشت رنگ هستن، ملا اینطوریه دیگه. بعد بخشی از سردارهای خودساخته امروز یک اعلامیه تقریبا 1.5 صفحه داده، از این برات فرستاد تو واتساپ، که این سردارها امروز نشست داشتن و یک ارزیابی کردن در یک اطلاعیه که
رسول جان میشه اسامیشون آره هم آره بگی؟ اسامیشو من 3-4 تا یادم هست. الان اعلام کن من الان براشون اعلام شعر میکنم، میسرایم. من برات آره فرستادم. احمد آره هاشمزایی، مرسی. احمد اوکی. هاشمزایی این از خاشه. سردار خوبیار هاشمزایی که من دیدم اون موقع کوچک بود البته، پسر خان محمد شهنوازی. خوبیار یار محمد خان زی محمد میشناسمش. خوبیار شهنوازی بهش میگن، اوکی. مشهور به اینه. اسم کوچه قدیمیش دیدک هم، من دیدمش اون موقع تو بالشتاپ و آره طرفای من تو لوکوندی افغانستان مهمان منم بوده اتفاقا. آره مهمان شما هم بوده. من اون موقع من دیدمش، رفتم اونجا. ما هم ما مهمان اون بودیم، ما مهمان اون بودیم پدرش. بعد این خوبیار اوکی. شهنوازی، بعد احمد خوبیار شهنوازی، احمد هاشمزایی، بعد محمد شاهوزایی، همین کسی که چند شب پیش یک پاسدار بومی و محلی هست در جز بسیار سردارای خود ساخته جمهوری اسلامی، این اما براش بستن. این چند مدت پیش حمله کرد، خودش نیروهای مسلح داره، بومیه، حمله کرد به خانه‌های مردم و خانه‌ها رو ویران کرده بود. این سه تا، این 5 نفرن. احمد و محمد شاهوزایی، خوبیار و یکی دیگه محمد ابراهیم هاشمزایی، این از خاشه. یه نفر دیگه اسمش فراموش کردم، بعد دوباره نگاه میکنم بعدا بهشون میگم. این 5 نفرم، این 5 نفرم یکی از ایران شهر که بعد اینا جلسه داشتن امروز. از ایران شهر از کدوم طایفه است؟ فکر کنم هاشمزایی، من باید نگاه بکنم. بعد من دوباره براتون فرستادم. پس مجموعه 5 نفرن، 5 نفرم. آره مجموعه سرحدی هستن همشون، یعنی سرحدی مکرانیان نه نیستن. است. تو ایران شهر، خاش، چابار نداره. ایران شهر، خاش، زاهدان نه و تفتان. نه منظورم اینه اگر تو ایران شهر هم نشسته از ساکنین اصلی سرحد زمین هستن، از مکرانیان آره نیستن. از سرحد، از بخش از بلوچستان اوکی با تقسیم نکنیم، از اوکی از اوکی سرحد اوکی بلوچستان، قسمت شمال بلوچستان، اوکی اوکی از اون منطقه اوکی هست. آره بعد این اوکی. چهار نفر اسمش یادم آمد. زیراشر من فامیل از این هاشمزایی یا از این چیزا هست. من برای تو اطلاعیش فرستادم، برای واتساپ فرستادم، تو اینا رو نگاه من بکن. همین فردا رسوا خواهم کرد با من سروده برات و شعر. فرستادم اون 5 نفر اسمش رو مرسی هست. اون حتما ماتشون نوشتن. اینا حتما. گفتم ما جان برکفیم. ما اینا میدانیم که در جریان مالی کردن و بخشش شهدای جمعه خونین که مولانای بزرگوار ما عبدالحمید صاحب اونجا بود واجد و اون سردار را. یک خدا عزیز با اجازه یک واجد رسول خواهش کن. انشاءالله تقریب کنه مولانا صاحب ای واشنگ یا پنین در هر زمان در هر نقطه مولانا همیشه از بلوچ و بلوچستان دفاع کرده، از حق و حقوقش. تخریب خب مولانا برادر برای شما بزرگوار، درست شما نیست. میگی مولانا دفاع کرده، برام گفت 45 سال در خدمت جمهوری اسلامی بوده. اگر دروغ بزن تو دهن من. اگر دروغ گفت در ظرف این 2 سال، من که دروغ نمیگم، گفتم حاضرم برم تو آتش بر اساس قوانین اسلامی خودشون. مولانا 45 سال مدافع مبلغ جمهوری اسلامی بوده، مسجد مکی و تمام مسجدهای بلوچستان و ملاهاشون از ریز و درست. این یک، ما توهین نکردیم. بیان واقعیت ها، آقای بلوچ از بیان واقعیت ها دلخور ناراحت نشی. الان ما باید آنچه را که واقعیت داره بدون ترس و واهمه بگیم. آنچه که خوب است هم میگه، گفتیم در ظرف این 2 سال همراه بوده با مردم، همکاری کرده و حتی عزیز دادیار هم گفتم برای در توصیف و تعریفش شعر سروده. خود با هم تو فیسبوک ازش پشتیبانی کردیم. ما بعد نگفتیم اون کارهایی کرده باید مردم بدانن. مولانا هم انسان نه همکنون موقع امتحان بزرگی است. ما آره همکنون نتیجه همکاری مولانا همکنون باید برای همه آشکار باشه. اگر آره با آره این انقلاب آره همراهی بکنه، اگر این جمله شانه به شانه ای مردم بلوچستان رو با کردستان به ویژه، همکنون که کردستان فتوای سیاسی انقلابی صادر کرده، این فرق میکنه با حزب توده ایران، با ساز حزب چپ ایران، این فرق میکنه با حزب سراسری ایران. کردستان با بلوچستان همگرنج، هم در واقع در هم پیچیده سیاسی مذهبی است. یعنی مولانا باید فرق بذاره بین خواست شهرهای مرکزی ایران از بلوچ ها با کرد ها.
هنگامی که کردها آمادگی دارن برای یک امری، بلوچها وظیفه‌مند وجدانی تر، اصولی تر، همزبانتر، هم مذهبترن که به درد یکدیگه بخورن. یعنی فردا که حزب دموکرات کردستان با همه احزاب کردی اظهار و اعلام تظاهرات کردن، اگر مولانا عبدالحمید اظهار و اعلام تظاهرات بلوچستان نکنه خائنه، یعنی قطعا خائنه. یعنی ما اینو از ایشون بخواهیم، اگر تو بلوچی، اگر با بلوچه هایی، اگر عزت و شرف بلوچه ها رو دوست داری، فردا امتحان توست، حتما باید صادر بکنی ما بلوچ ها شانه به شانه مردم کرد که هم مذهبان ما هستند و سالها مورد تجاوز مانند ما قرار گرفتن، باید بلوچ ها آمادگی خودشونو برای همزبانی و همدلی با کردها و سراسر مردم عدالتخواه ایران اعلام بدارن. این که جنایت نیست که، این که دیگه در افتادن با حکومت نیست که، اون که فتوای جهاد با حکومت نمیده، اون فتوایی میده که ما همدل با مردم کردیم و به خیابان میاییم. همین. اگه اینو نکنه که دیگه ما چی ازش انتظار داریم؟ میخوایم ببریمش توی خود مولانا و خود مسلمان میگن در قیامت حضرت محمد آدمو شفا میده، در قیامت که شفا رسول میده. تو دنیا اگر کسی به درد آدم میخوره در واقع شفا دادنه، تو قیامت که خود رسول شفا میده، نیازی به شفا دادن کسی دیگه نیست. اگر کسی شفا دهنده است در دنیا باید شفاش ظاهر بشه. ما حتما، من که از مولوی میخواهم، هم به شعر میخواهم، هم اگر دسترسی پیدا بکنم حتما بهش تلفن خواهم کرد که مولوی اگر اینجا رو کوتاه بیاد باید از جامعه بلوچستان حذف بشه. آقای عزیز، بفرما. شما نماز جمعه حرفای مولانا رو گوش کردی؟ کی؟ در طول یک سال دو سال بله بله، تا حالا همراه بوده، تا حالا همراه بوده. همراه بوده دیگه. هر موقع آره. مصیبتی ولی براش الان فرق میکنه، الان دیگه انقلاب واقعی است، الان آتشه. الان هم میگه که نمیدونم اعتراض حق ملته، داد میزنه بیچاره. خب یه نه زمانی فردا، با نه بوده. فردا بخواد که مردم اگر از من میشنوید برای همشانگی مردم کردستان به خیابان بیایید. بله اگر بله از من درست. میشنوید به خیابان بیایید، من حرفم تمام اگر نه نشد حرف نزده. عزیزم، حرفم تمام نشد. چند تا توی مدت بعد بفرما. عزیز شو اینایی که از مولانا دفاع میکنن، آقای ناصر امیری میگه این که با من همه رو نه گوش من کردم. مولانا منم دفاع میکنم، آره گوش ولی کن. دفاع بر حق باید بکنیم. آره مولانا ما هم دفاع میکنیم اگر ما دلسوز ملت بلوچ هستیم به برای واقعی، در آنجایی که ما فکر میکنیم که این عمل ممکنه جامعه بلوچستان پاسیب بکنه، متوهم بکنه به خرافات که مردم جمع بکنه برای دعای باران، اینجا هم انتقاد میکنیم. این دلیل بر دشمنی مولانا نیست. ما اگر نه دوست نه مولاناییم، من آره ما اگر دوست مولاناییم، اون چیزایی که درسته با پشتیبانی کردیم میکنیم. اون چیزایی که با فکر میکنیم درست نیست و باعث میشه که مردم به قهقرا ببره، به خرافات ببره، اونا میگن خوب نیسته. با یکی نوشته شما سگ هستید، آب دریا از سگ چیز کردن. یک پسری هست اسمش امیره، اینجا پایینه، این همیشه اینطوری میاد. گفتش مولوی هم من گفته عزیز، من نقل قولی که عزیز جان همیشه میگه ما را زایده زار نه. آقای امیر پایین، یه امیر دیگه پایین هست، اون همیشه معمولا بعد بیرا فاش چیز می‌نویسه پایین، عادتشه. به با هر چی فاش میدی بده بده. گفته عزیز دادیار زار نه، مثلا یه مدف شیر رو تو بده بنویس توش ما بده. بعد من از شما خواهش میکنم یه نواری من برای تو عزیز فرستاد اصلا، تو اگر امکان داره در رابطه با صدای مادران جنبه خونین اینو پخش کن. اینایی که از مولوی دفاع میکنن، یک ماه پیش همین در رابطه با خون شهدای جنبه خونین معامله کرد با استاد دار. خب ما این سکوت بکنیم؟ مولوی همراه بوده ولی اینجا همراه نبود. شما دفاع میکنید ولی ما میگیم مولوی صاحب اینجا خون شهدای جنوب بلوچستان رو، جنوب خونین رو معامله کرد. تو میگی دفاع کرد، خود دفاع کرده دیگه خوبه، ولی موقعی که نمیکنه اون نظامی رو بغل کرد، بوسیدش هفتش طرفی و تعذیب کرد در موردش. من که میگم کار بدی کرده. همین صدای این مادر گوش بکن آقای ناصر عبیری. صدای مادر اگر اصلا امکان داره برای فرستادم یا عزیز من برای فرستادم، تو صدای مادر برای رفقا پخش بکن، به بلوچیت بعد ترجمه بکن. یعنی چی؟ ما دشمنی با مولوی تا زبانی که هست ما کفشاش رو سرش میذاریم،
ولی موقعی که ما به عنوان یک کسی، به عنوان یک فرد، من آدم حزبی نیستم، به عنوان فرد میگم جایی که اشتباه میکنه با دشمنان بلوچ میشینه، اونا رو بغل میکنه، میبوسه، خون شهدای 100 نفر کشته و 200 نفر بیشتر 300 نفر زخمی. آقا جان اینا اون یکی دیگه هم استادا میگه اینا رو به خدا بخشیدن، مردم خدا بخشیدن، گفت خون دادی. تو مدرک داری نوشتاش به اونا خون بها دادن، خون دادن، حتی به نمیکنن هر به حال ابرو بچه‌هاشو الان. رسول جان ببین صحبت کن. فردا پنجشنبه است دیگه. فردا پنجشنبه است و احزاب کردستان، ملت کردستان، از کردستان تا کرمانشاه که کشتار شده، فتوای سیاسی صادر شده که مردم باید شانه به شانه مردم ایران در هر کجای کردستان که هستند برپا بخیزند در خیابان. مردم کردستان از مردم بلوچستان انتظار دارند، هم به لحاظ هم مذهبی بودن، هم به لحاظ ستمکشی، هم به لحاظ غارتگری در 100 سال، هم به لحاظ بی احترامی با هم پرونده هستند، همدرد هستند. همدرد باید با همدردی همدردان همدردی بکند. مولوی فردا روز آزمایش آدمیتی اوست، به عنوان یک پیشوای دینی که به دنبال عدالت اجتماعی در اسلام هم هست، به عنوان کمک کردن به هم نوعان و هم مذهبانی که مذهبشون غارت شده. همون جوری که در بلوچستان مردم ممنوعن در تهران مسجد داشته باشن، همون جور سوار نیست واج عزیز. صدای من هست؟ الان عزیز صدا فقط الان هست؟ هست آقای. دیگه چند ثانیه نوچه که الان هست صدا میوان صحبت هم کن. وقت آنگونه عبر بکنید الان چشم اجازه چشم. بدید. هم به لحاظ مذهبی هم به لحاظ سیاسی مولانا باید فردا تو روز جمعه در خطاب خودش اعلام بکنه که ما در این خیزش عدالت خواهانه مردم کرد همراهیم و میاییم بیرون. یعنی اگر این را نگوید، این را اعلام نکند، مولانا شایستگی پیشوایی مردم بلوچستان را ندارد. عزیز جان ما اینو مولوی جار میزنیم. من اگر تلفنشو داشته باشم بهش تلفن میکنم، اگر نکردم با شعر اینو در تلویزیون ها در رادیوها اعلام میکنم. ما شرف برای مولانای خودمون دوست داریم. ما دوست داریم مولانای ما آدم با شرف شجاع دلیری داشته باشیم، نه یک آدم ترسوی ناحق، نه یک آدمی که به دنبال فرصت طلبی ها باشه. ما از اون میخواهیم که فرزند جمع جهل باشد که با حکومت رضاشاه جنگید. ما از اون میخواهیم که مولانا عبدالحمید دوران انقلاب 1401 باشد. ما از اون عزتش را میخواهیم، شرفش را میخواهیم، چون دوستش داریم. اگر این را نکند در واقع اون رو دوست نداشتیم. اگر حرف حق رو با اون نزنیم دوستش نداشتیم. سپاسگزارم. بفرمایید فکر دوستان کنم دیگه سخن بگن. عزیز جان من فقط مولوی میخواستم عبدالحق فکر ازتون کنم دوستان خداحافظی کنم و تشکر کنم آقای عزیز و آقای ناصر و آقای بلاش و بقیه دوستان. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشین. اخبار خیلی خوبی بود، خیلی خوشحالم که میشنوم اینها رو و من به اطلاع دوستان دیگه میرسونم. همیشه هم تشکر میکنم ازتون که منو در جمع خودتون راه میدین و این اطلاعات رو به من از بلوچستان عزیز میدین. خیلی ممنون. شب و روزتون خوش. مرسی بنام اعلام کنید که بلوچستان پا به پای ملت بزرگ ایران به ویژه کردها ایستاده است. حتما من این کارو میکنم. تشکر میکنم ازتون. عزیز جان شما فرمودی ناصر جان که بفرمایید. از مولانا از کردستان دفاع کنه. مولانا که از همه ایران دفاع میکنه. هر موقع همچین جریان هایی بوده مولوی دفاع کرده. فکر کنم رسول جان من مخالفتی با شما نیست عزیز دل، ولی حقیقت شیخ و یک دوران مولانا نظامی دفاع کده دیستگی نظام بده برگشته فکر خواهد شو بودتگه
ماشما درو ها چو بوتگه از زمان نظام چه بوده دفاع کته ولی از روزی که از زمانی که مولوی کویش گفته یه چیزانی بوده مولانا همیشه کنار مردم بوده نزانو چه خصومتی ترا و مولانا یه نو هسته من نتوارم اینطوری پینگ پونگی نباشه. شما آقای ناصر امیری بهتر در موقعی که یک ادبیاتی استفاده میکنی از این کلمات استفاده نکن، بهتره. من کسی که اسم بلوچ روش هست هیچ خصومتی با اون ندارم، بلکه با رفتار و عملکرد آدما خصومت من ایجاد میشه. یا هر انسانی که درک و شعور و فهم و به انسانیت اعتقاد داره خصومت پیدا میکنه. حالا این انسان رفتار و اعمالش خط راست نیست، افقی بالا و پایین میره. مولانا هم که پیغمبر نیست که شما اینطوری ازش دفاع میکنی آقا رسول تو خصومت داری. تو این ادبیاتی که به کار میبری یکی فکر کن بعد اینطوری بگو. من با مولانا خصومت ندارم، بلکه آنچه را که اتفاق افتاده در رابطه با رفتار و عملکرد مولانا توضیح دادم. اگر گردن من زدنی بیا بزنش. من اگر خصومت داریم دشمنمونم، دشمنم گردنش زدم. جمهوری اسلامی نزد تو بود چیزش بگو بیا من تو همسایه بزنم گردن. یعنی چی من خصومت دارم؟ یک این نوار رو اصلا جان دو تا موبایل داری، این نوار رو پخش کن صدای مادران جمعه خونین چی میگن. این یک. همین چند مدت پیش که تو میگه ما این قبلا هم گفتم تکراری میشه، یعنی ما بیان نکنیم که مولانا خون شهدا جمعه خونین معامله کرد با استاندار، با اون فرمانده سپاه یه جلسه کوچکی تشکیل داد. یکی نوشته تو چه کارایی از خون مردم بلوچ دفاع میکنی؟ اون خونش بخشوده. خون جوانان بلوچ خون همه انسان‌های با شرف کسی خون اینا دفاع بکنن. هر کسی وجدان انسانی داره اگر اینها رو با تهدید، با تطبیع، با بیچارگیشو گذاشتن پولی بهشون دادن، گفت میدیم. فکر نکنم پولی بهشون دادن. این نوشته تو چه کارایی که از خون اینا دفاع میکنی؟ اونا بخشیدن. یکی هست اینجا پایین اسمش امیره. من هیچ کاری نیستم. من به عنوان انسان میگم که اینا رو تطبیع کردن، خونی هم بهشون ندادن. همون افراد روشنفکر بلوچی که اونجا تو زادان هستن گفت تمام چیزا رو تعریف کرد، تو کلاباس هم تعریف کرد، البته با رمز و رموز و با ترس و وحشت. گفت آقا جان بعضی از اینا رو آوردن مجبور شو کردن که وضع مالیشون خراب بوده، تعداد بسیار کوچکی رو، همون تعداد کوچکی که بسیار رضایت داده. آقای امیر من به تو میگم، امیر امیری نه امیر، شما میگی شما چه کاره هستید چیز میکنید، من هیچ کاری نیستم. ولی من به عنوان انسانی که وجدان داره، شرف داره، این بچهای بیگناه رو کشتن، صدای اون مادر بذار گوشش بکن. اصلا وقت شماره این امیر داری برات بفرست، حتما گوش کرده. ولی گفته زانت بر پاد سر هلیته. ما بلوچا میگیم میدانه ولی پا روش میذاره، یعنی نشنیده میگیره. اینطوری نیست آقا ناصر امیری. من با مولانا نه هیچ بلوچی دشمنی ندارم. در رابطه با اعمالش موقعی میگم این کارش خراب بوده، اینو تو دشمنی تفسیر نکن. من تمام. رسول جان همینجور که ناصر گفت، ببین ما همه اشتباهات زیادی در زمینه این برهه یا آن برهه تصمیمات سیاسی، خطاهای سیاسی داشتیم. حزب توده ایران، فدایان اکثریت، از بخشی از جمهوری خواهان و یک مدتی از حکومت اسلامی به عنوان دفاع از انقلاب که شاه برنگرده انقلاب پیروز بشه از خمینی شد. در اون زمان ملایت بلوچ نیز به تنهایی نمیتونست در واقع فتواهای انقلابی صادر بکنه. مولوی عبدالحمید هم در اون شرایط نمیتونست بهتر از اون بکنه که کرده. ولی هرگز این که شما بگه خودشو فروخته، نفروخته. هرگز بودجه های دولتی کلان آنچنانی دریافت نکرده. مسجدی هم که ساخته در واقع بیشتر از هدایای مردم بلوچی که در قطر و خلیج و اینور اونور بودن ساخته، که حتی مورد حسادت و رقابت شیعیان در واقع مرکزی بوده. و در انقلاب ژینا واقعا آنقدر ایستادگی کرد که مردم شهرهای شیعه نشین ضد سنی به ملاقات و دستبوسیش اومدن. بسیاری از مردم اون یکی از پیشواهای ملی خودشون در سرزمین ایران میدونستن. این بی‌انصافی رو اینجوری قضاوت نکنیم. البته یک حرف شما صحیحه، تا اونجایی که آدم عملیات درست انجام میده، آدم درست میگه، مثل من شعر میگه، سرودی میگه.
من سروده هامو یک شب حتما برای جمع فارس ها در اتاق خودم خواهم خواند که من مولوی رو چگونه ستایش کردم در اون 1 سال و اندی که برعکس حتی کردها، برعکس حتی دیگر احزاب سازمان های سیاسی 1 سال و نیم، نزدیک به 1 سال و نیم این آتش انقلاب ژینایی رو به رهبری خودش ادامه داد. شهرهای مرکزی ایران کوتاهی کرد، حتی کردستان هم کوتاهی کرد. یعنی ملاهای کرد با وجودی که نماز جمعه داشتن، الان در همکاری با مولوی نماز جمعه های کردستان رو برپا نداشتن که مردم بیان در تظاهرات ها. اینه که این بی‌انصافی روا نداریم. مولوی چیزی رو نفروخته، اما از اونجایی که مولوی به تنهایی در واقع با مسجد مکی، برای که سازمان های سیاسی بلوچ در واقع از بین رفته بودن، نیروهای سیاسی روشنفکری، ما 2 نفر زندانی سیاسی نداشتیم که یار و یاور مولوی باشن. اینه که ولی اکنون موقع آن چیزی است که مولوی باید گذشته خودشو، چه در اون صحنه هایی که مانند ما به خطا پرداخته، مانند دیگران، و چه در صحنه ای که انقلابی بوده، امروز باید نشان بده. امروز که ملت میرود که جرثومه فساد حاکمیت رو در هم بشکنه. امروز روز سرافرازی اوست. ما برای سرافرازی شدن او که اون همه زحمت کشیده، 1 سال و اندی آبرو خریده برای مردم، برای کشور، برای بلوچ‌ها، این آبرو رو حفظ بکنه و این فرمان شانه به شانه فتوای کردستان رو در نماز جمعه آینده اعلام بداره. این اون چیزی است که ما از اون میخواهیم. سپاسگزارم. آره، بقیه دوستان صحبت خیلی خوبه. آره 17 الان ژانویه، نمیدونم چند، 27 ده میشه دیگه ها. پنجشنبه 17 ژانویه یک اعتصاب عمومی سرتاسری در کردستان هست. ما از مولانا این شاید صدا بار برسونید، ما بخشی از خارجنشینا، شاید داخلی هم باشن، از مردم کردستان پشتیبانی بکنه. حالا هر طوری خودش میداره دیگه. دقیقا این را باید این مسررا 17. بخواهیم. آره، اینا مسررا. اونایی که قوم خیش مولوی اند از مولوی دفاع میکنه، ما هم دفاع میکنیم، ولی هر کس به شیوه خودش. دفاع به معنای این نیست من اگر عزیز دوست برای من در رابطه با بلوچستان کار اشتباهی میکنه، باید با صدای بلند میگه رسول این کار تو به نفع جنبش ملی نیست، تو داری ضربه میزنی. من باید خوشحال باشم روی حرفای عزیز، فکر میکنم این درست میگه و درست گفت. ما برخوردمون به عنوان یک انسان نیمه آگاه یا آگاه و دوست بلوچستان اینه که یه چیزی داری به اسم انتقاد. از انتقاد هیچ کسی ناراض نمیشویم. مگه مولانا الان همین، من ندارم، همین مادری که در رابطه با خون شهدای جبهه خون حرف میزنه، اینا که همه شنیدن دیگه، همون داخل ایران هم گمان کنم، هم زادان هم زادانی هم، اینا چیزایی که آدم ناراحت میشه. و این دوست با میگه به تو چه مربوط، اونا خونه‌هاشون بخشیدن. پس من میگم به من چه مربوط، اون میگه به من چه مربوط، اون میگه اینطوری که نمیشه. و مربوط بودن هر چیزی خودش تصمیم میگیره مربوط هست یا نیست. همین 17 اعتصاب عمومی در کردستان. کردا هم سنی ان، مولانا هم حتما با علماشون ارتباط داره، خبر میشه. ببین چیکار میکنه روش. ما میگیم شاه باشه مولانا. اولم گفتم در ظرف این 2 سال یا 3 سال، 2 سال و اندی، همه همه چپ و راست در امیر استکهلم عکسای مولوی، شعارهای مولوی، حرفای مولوی رو نقل مکان کردن، گفتن. ولی بعضی از انسان معصوم که نیست، موقعی که اشتباهی میکنه، اشتباهش میگه دیگه، جمشید از پشت ندارید. یه لحظه واجه رسول بفرما. تمام سنگتان اشتگتا چه تمام خواهش کو کوتی عزیز دوشی چه سنگتان لورته وتی کوتی پچ مکنه ادامه بلوچیه برکنه. تصمیم گرفته شد که ما بلوچی صحبت کنیم. شما آت که ربع ساعت به جز از یه شخص، یا یعنی اگر تمام سیستم
اشتباهیه فقط بگیرین خامنه ای دنبال که فقط اشتباه خامنه ای کتا دیگه ما شما بنیندین وقتی دیوان خراب بکنین در مورد خامنه ای گپ بکنین تو موضوع سب کن حل بیته انی موقعیتی که هستین که تمام مردمان در کپتین گشته 39 نفر کشک بیته شهید بیته سنگتان درستان در کپتین خیابانانی سرا عزیز دادیاری واهگ می سنگتانی واهگ همیشه مادری مورد گپ بکنه نه یای بنیندین در مورد یا شخص گپ بکنه تو آدم سیاسیه ولی بعضی موقع واقعا به جای که کار سیاسی بکنه یه اکتیویستیه که لوټه موضوع عوض کنه واجه دادیار تا ای هدف همیشه نه که تو سنگتان دور هم جمع بکنه در موضوع ای بله گپ بکنه دقیقا دقیقا برو پرچی دقیقا کله که واجه رسول رب ساعت فارسی خبر کن و در مورد یه شخصی خبر کن زن تمام سیستم ایران فقط یه نفر خامنه ای که مردمون سر زوم رو کنیم ما ببینید مثلا مسئله در مورد خامنه ای گپ بکنین یعنی اصلا متوجه نه چه اتفاقی در ایران و بلوچستان کپگی چون مکنه شما نه مردم دقیقا به شما کندن در حال حاضر هزاران هزار نفر خیابانان رتکه گپ بگیم به جایی که بیا تحلیل بدن کمک بکن چی کار بکنن گفتگی 40 سالا چی بیتا 45 سالا چی بیتا 2 سالا چی بیتا پلان شهید بیتا بابا یه خبران تمامی کوٹی مردمان 90% واجه رسول جا کاری رسول درست هنگتان سرپدن تمام این بچه‌ای که تو این اتاق نشستن این موضوع رو تو خبر دارن شما میخوای مثل یک مولوی اینجا بیای کتبه حرف بزنی اون یک چیزی دیگه تصمیم گرفته شد این اتاق 2 ساعت ما بلوچی صحبت کنیم اگه شما اینجا نبودی واقعا اگه از رئیس اتاق آقای دادیار سوال میکردی یا ما خسته میشیم میریم بیرون یا شما بشین با دادیار اینجا بشین صحبت کن در مورد مولوی و در مورد خمینی نه دقیقا مسئله رو فردی نکنیم اصلا یک مردم یه دنبال مداره ما شما از هم چون که مهندس گوشید ما شما اصل قضیه بگیرین که مردم رو چونه که آماده بکنیم موله مشمه یک واحقی که واحق ما دقیقاً شما چون بکنیم واجه رسولم و شمزان موضوع اساسه موضوع و انقلاب اگر اتفاقی بکوید دست 2 نفر نه شخص بل پد هم 20 که نشتگن 15 رندا امی گپ واجه بالاتم تاکیدم کنگه پد رسول شروع کن بک چنل وانی که پلانی زادم پلانی ابر که بابا مسئله شخصی و برو جدن چه عزیزی اتاق حل بکن عزیزا لطفی کتا اتاقی جتگی ماشمایی کمکی کنی اگر کمکی نکنی کوتی به هم مجنه چطور دستبندی کنه واجه رسول پلیز نه چه ما شما نباید یک کاری بکنیم که کسی ها که تأثیر گذار بوده به جایشی که آیا تشویق بکنه که وقتی کارا بدارید مذمت سر ملرده ما شما رو یک واحقی هستیم واجه ها منگوش که همین چو کتا که ایرانیا په وتی پیشوایی منید اشتباه و هر کس کن اشتباه درو رهبر کنه کجا رهبر که اشتباهی نبوده ایشیه که ما شما چه یک سیاستی بگیرین یک زبان یا خبر بکنین که آیه کرسی ها بدرشی که بالاتر ببرین ما پروشینی ما شما را هنو این ساعت ها بگر چه آیه دیگه کسی نی که بشورینید یا بواپینید ایشیه که ما شما نباید آیه ضرر را خبر بکنیم نباید این که آیه ضرر را خبر بکنیم ما شما یک کاری بکنیم که آیه عزتی که بودتگی برجاه داره ببید البته نقد همشین این نظر من اگر باندا یا پوشی آیا ای خبر نکتن پشتیبانی نکتی وحدی گوره مانی بترینه پیش آیا ما پرچی هنچو بکنه که آیا محکومی بکنه که ما شما لوگ ارکتک آیا محکوم بکنه ایوه مشمه زلنی و ایوه نبیتوه حمید جان بفرمایید جناب ابراهیم شما یا حمید جان بفرمایید دوستانی اگر پرسشی دارن حمید عزیز ابراهیم گرامی آقای یکتای عزیز اگر دوستان فارسبان ما سخنی دارن پرسشی دارن بفرمان خیلی جناب ممنون که مهم سلام به همه دوستان عزیز. من خواهش میکنم بفرمایید بالا اینجا جناب مهم سرخوش با سلام به همه بفرمایید دوستان بالا عزیز. از شما هم نظری میخوایم صدا هست. بله بفرمایید با سلام به همه دوستان عزیز. میشه گفت جلسه خوبی بود ولی اگه جلسه از اول همون گفتین زبان بلوچی انجام میدادیم
وظایف خودمون عمل میکردیم، بعد یا از ابتدای وقتی میذاشتیم بچه دوستان دیگه صحبت می‌کردن یا انتها بهتر بود. اعتراض دوستمون کاملا به حق. بعد مثلا مسئله جنبش بود که باز دوستمون اصلا برگشت گفت برین سر اصل موضوع، اونم درست تحلیل کرد و قشنگ هم گفت. یعنی واقعیتی دیگه به شخصی آدم نمیپردازه، به دین نمیپردازه، به مذهب نمیپردازه. اون مسئله اصلی که وجود داره در جامعه ایران و لازم بود در همون باید صورت میگرفت. خیلی ممنون، عالی بود. امیدوارم که ادامش ادامه جلسه خوبی باشه. زنده باشید. بله جناب مهم، خیلی خوش اومدید جناب سرخوش. بفرمایید. ما در واقع این روم رو گرفتیم که تنظیم بکنیم یک خواست رو برای مولانا، برای جمعه مولانا عبدالحمید عزیز، که در واقع در همدلی با ملت سنی کرد که در واقع تاوانهای سیاسی، دینی، فرهنگی رو مثل ما بلوچ ها کشیدن و انتظار از یکدیگر دارند. بلوچ ها از کردها، کردها از بلوچ ها. هنگامی که تمام احزاب کردستان ملت کردستان رو فرا خواندن برای همیاری انقلاب، مولانا نیز این همدلی رو با ملت کرد فردا نشان بده یا روز جمعه در خطبش اعلام بکنه که ملت بلوچ در کنار ملت کرد شانه به شانه ایستاده است. گفتیم که در این باره نظرخواهی بکنیم که چگونه این پیام خودمون رو به جناب مولانا برسانیم. بفرمایید جناب مهم. سلام دیوا. به فارسی خبر کنه یک بلوچی؟ اول پا بلوچی خبر کردن منش ترجمه کنم. بله بله. سلام واجه دادیار، واجه علی رضا، واجه دادشاه، واجه اسلام و درانی واجه ها. می ببخشی و بانو کن بانو کم هست من یالا بیچا. طبیعتا بلوچا پیشی جمعه و مهم جان اول عقبی یک گزارش که بده بلوچستان وضعیت مروچگی نه زیگی نه. بله. بلوچستان خوب تظاهرات نبیته، تظاهرات همه جمعه بیته که زاهدان و شعارها مشخص بتگن. یکین شعار همشیت که نشاه و نشیخ، بنابراین یعنی موی موزیگیری قاطعی گفتگش برای مثل خاندان پهلوی و رضا پهلوی که لوٹی بیتن تو موج سواری بکن. پدا اما پیم که شما حتما اشکوته ای سلطنت طلبان با کمک ایرانی انترنشنال مانتو یک چه تظاهرات فیلمان تظاهراتانش جل کته و یک سری شعارهای به نفع رضا پهلوی مونتاژ کته سر همه کلیپ که خوشبختانه سش جایی که دروگو شه حافظه نداری شام یه فیلم کلیپ تو که فقط مردیم بیته چون شانش نماز جمعه درات که انتباه تظاهراتش کرده. بعد امان تبار جنین ناتک که شعار ده به نفع رضا پهلوی. شهیدان دیگه معلوم بود که به هر کس که دروگی مونتاژ پوتوشافی و احتمالی هستن که شما یه هفته هم یا مونتاژ بکنن یا اینکه پولش و هستن به اندازه کافی پولش دوزده برده گوت میلیاردها دلار، همادی میلیاردها دلار بتگن یدی و بلکه به تریلیون هم رستگن. به احتمال زیاد ممکنه چند نفر پول بده که برای بود یک دو شعار بده، نه چون شما هم یک کار کنه شیء طریق استفاده کنه. نو تظاهرات به احتمال زیاد جمعه ببیتین، لازم نه که مردم مولی عبدالحمید بگوشیتن. پدا هم من یال مولی عبدالحمید مستقیما نتون چون تریبون نماز جمعه اعلام بکن
که مردم برای تظاهرات بکنی برای سرنگونی رژیم، بلکه غیر مستقیم که مثل جمعه گذشته که گوش تظاهرات اعتراض حق قانونی یا شرعی تمام مردمانه و نباید سرکوب هم به خاطر اعتراض، چون حق قانونیه. شی گوشته و تو ها یه جمعه هم تکرار بکن شی اما مفهوم ممشین که یعنی مرحق هستیم اعتراض بکنیم تظاهرات بکنیم، اما به شکل ملایم تر که بگوشی برای تظاهرات بکنی حکومت سرنگون بکنی. نو الان هم من یک کلیپ دی یک افسریش جت گوتی را تیر و طرف بلوچی هبر کو و گوشتی که شی به تلافی چه لوران و کردان که شما جات کشتگه ما ادا تا بلوچستان تلافی آمان کنیم. پاسداریت کشتش. بعد دیگه من جزئیاتی من چی نمانتم کلا جزئیات مروی چی کجا شهر کشتگش ای پاسدار؟ شی کلیپا که من دید شهر مشخص نهد، ولی فقط من دید یه ماشینی که پاسدار سوارت داشته، یه ماشینی دیگه تویوتای کروزر یهت بغلی تیر اندازی کرد، این ماشین دیگه پرت بشه جاده و چپ کنن تو چه باز تیر جد و بعد هم حبری کپا بلوچی که شی به تلافی چش شما پاسدارانی که می براتان کردان و لورانش کشت بودن کردستان و لورستان و اگه چنانچه شما ادامه بده ادامه بلوچستان ما تلافی آوان که خون آوان گریم. یک دیگه هم خبری هنوی هست که چه ایران انترنشنال اعلام کو که خبری به دست آن رسته مبنی بر شیک دولت نمایندگان دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در جلسات مخفی دارن رایزنی کنه در مورد یک آلترناتیو به جای جمهوری اسلامی، چون دیگه تصمیم گرفته جمهوری اسلامی باید بروته و سر آلترناتیو دارم چنه جنگو هم دیگه، یعنی در واقع مشورت کنن چون منافش که یکی آمریکا و اروپا. نو وظیفه اپوزیسیون مخالف سلطنت طلبان که هنو هر طریقی که امکان هسته یه نامه دیم دهن که هر گونه به اصطلاح تعیین سرنوشتی بدون مشارکت ما خصوصا نمایندگان ملت های تحت سطح مردوده چه طرف ما و خصوصا رضا پهلوی که مثلا وارث یک نظام استبدادی، وارث یک نظام غیر دموکراتیکه و در واقع عملا همان نظام لوتی ادامه همان نظام لوتی ته قدرت به دست بده. بنابراین شی از نظر ما مشروع نه، از نظر ما تمام ملت های مستعمره پیرامون و همچنین بخش اعظم ملت فارس که جمهوری خواهم همچین نلوتن، یعنی باید دقیق اعلام بکنن که تا آمریکا و اروپا شیعه به عنوان یک آلترناتیو به مردمان ایران تحمیل میکنن. بله مهم جان حالات نتیابر؟ ها خلاصه ای از
خودت ترجمه میکنی یا من ترجمه کنم؟ شاید من یادم نمانه آنچنان که شما خودتون بگید به فارسی، یا باش، من بگم. هر دوست داره تو نه شما ترجمه. خودتون ترجمه کنید بهتره. بفهم. من اول یک گزارش کوتاه دادم در مورد وضعیت بلوچستان، همانطوری که دنبال کردید حتما اخبار رو. جمعه گذشته بعد از نماز جمعه در زاهدان تظاهرات بود. یک سری شعارها میدادن از جمله مرگ بر خامنه ای، و یکی از شعارها هم بر علیه شاه و شیخ بود. یعنی کاملا موضع‌گیری کرده بودند که ما مخالف سلطنت، بازگشت سلطنت هستیم. بعد سلطنت طلبا این کلیپ رو به اصطلاح مونتاژ کرده بودند، جعل کرده بودند، صداشو برداشتن، صدای شعارها رو، و یک صدای دیگر رو اون گذاشتند. ولی از اونجایی که دروغگو حافظه نداره، اینا با عجله صدای چند تا زن را که داشتن شعار میدادن به نفع آقای پهلوی گذاشتن، و خب در اون تظاهرات چون از نماز جمعه میمودن و نماز جمعه 99% بیشتر مردا هستن میرن اونجا و هیچ زنی در کار نبود، بنابراین کلیپ عکس‌ها با صدا که زن بود تطبیق نمی کرد و از اینجا بود که راحت لو رفتند. ایران انترنشنال و من و تو که همچی چیزایی رو، جعلیات رو بلافاصله پخش میکنن، اینا هم خجالت زده شدند و منم یه مقاله در این مورد نوشتم و فرستادم برای این تلویزیون ها و جاهای دیگر که و یه شعار هم نوشتم که ایران انترنشنال من و تو حیا کن، جعل شعارها رو رها کن، که امیدوارم که این به گوش تظاهر کنندگان برسه و این شعار رو بدند هفته های آینده. امیدوارم، چون من تلاشی نکردم که اینو برسونم بهشون، شاید خودشون ببینن اگه مقاله رو کسی خونده. به هر حال یک مسئله دیگه هم که اینه که یک خبری امروز خوندم ایران انترنشنال پخش کرده بود که آمریکا و اروپا، نمایندگان آمریکا و اروپا در درهای بسته در حال گفتگو رایزنی هستند که چه کسی رو یا کسانی رو، چه گروهی رو جایگزین جمهوری اسلامی بکنیم، چون اونا تصمیم گرفتن که 100% جمهوری اسلامی باید بره و برای اینکه به اصطلاح رضا پهلوی رو دوباره نیان به ما تحمیل بکنن، پیشنهاد اینه که گروه های مختلف، ائتلاف های مختلف، احزاب مختلف برای دولت های آمریکا و اروپا این نامه سرگشاده یا نامه مستقیم بنویسند به زبان انگلیسی و براشون بفرستند که حداقل رضا پهلوی به عنوان وارث استبداد شاهی و از نظر ما رد نامشروع به خاطر گذشته پدر و پدر بزرگش و ایشون هم طبیعتا از اون گذشته فاصله نگرفته، بلکه میخواد همون رو ادامه بده، یک سیستم مرکزگرایی پادشاهی که خلاف اصول دموکراتیک، چون غیر انتخابی هست. به هر حال اگر این ائتلافات، من خودم یه نامه نوشتم امروز که از طرف این ائتلافی که ما توش هستیم، ائتلاف دموکراتیک ملت ها، ما میفرستیم اینو برای دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل برای سفارت ها و وزارت خارجه این کشورها میفرستیم که مواضع خودمون اعلام میکنیم، خصوصا خط قرمزمون در مورد این که رضا پهلوی قابل قبول ما نیست
و هر گونه به اصطلاح اگر اتحادیه اروپا آمریکا بدون مشارکت نمایندگان این ملت ها کسی رو بخواند مثل چلبی تحمیل بکنند به ما، این منجر به اصطلاح هرج و مرج میشه و ایران به دموکراسی نخواهد رسید با این روش و شیوه. بنابراین بهتر از اینه که از همین الان نمایندگان این ملت ها در گفتگوها شرکت داده بشند. همین. از قتل پاسدار نگفتی چیزی؟ آها، یک کلیپ هم دیدم که تو یکی از شهرهای بلوچستان یک پاسدار معمولی نبوده، سرهنگی بود، همچی چیزی، سرداری بود، تو ماشین سوار بود، داشت میرفت تو خیابون، یک ماشین تویوتا نزدیکش شد و به طرف شلیک کرد و گفت که این به تلافی به اصطلاح افرادی هست که شما در کردستان و لرستان کشتید این چند روز و ما هشدار میدیم اگر چنانچه شما ادامه بدین کشتار برادران ما رو اونور، ما اینجا تلافیشو اینطور از شما میگیریم. و ماشین پاسدار چون سرعتش زیاد بود، بعد از اصابت گلوله، چون 7-8 گلوله شلیک کردن به طرفش با کلانشیکو، چیز از جاده از خیابون خارج شد و به هر حال چپ کرد. فکر میکنم بقیه رو من ندیدم دیگه، اونا که هم رفتن ادامه دادن تویتایی. من تمام. بله سپاسگزار. واجه مهم، مهربانی. بعد زور باشین حال و خبرت کتن. حالا سوال من اینه که آیا شما چمداناتون رو بستید، آماده اید؟ آقای علی رضا دادشاه دادیار، علی رضا رفت که خسته شد زبان بلوچی. می چم پشوار تکند شما را مثلا حزب مردم استاد دادیار حزب مردم بلوچستان و راج توپاکی و انچوش جبهه متحد بلوچستان آجامه داد میچم پشما تکند که ما را کدین برای شما می جوانان شما با لانک بنده ما اوتیان درود و کدادیم. سلام. ولی جان ما اصلا هیچ چیز نلوٹی، ما ادھر رہے سواس پادا کنے، بلوچی پاگ سرا کنے، بلوچی گود گورا کنے، نئے دے گود مر ضرورت ہے، ما ادھر چاڈی پادا کنے رہے ہیں، اما کسانی شورتی بس گنج پرا کے درتگی پاش پادا رہے ہیں، مجھے کہ ادھر سواس دیرے ہیں، بلوچی گوز دور ہیں، پاگی بندے ہیں، اما کبھی ملکا ملتارا سارا ٹکٹ زیریں گے بس امود ایر کے پہ چابار دیگه زنه گود مود زیره امودا مارچو بلوچی گودا چم ده گوره کنه بلوچی گودا پاگام بنده بلوچی بوتم پادا کنه دیگه دارم یکی پاسپورت هم بس سجل همیشه که ما ایرانی ایم شناختیم ما روی امودا رای داریم دیگه می تیاری اینچو کار نلوٹی. تو زن امنیت گشتری تو رضا پهلوی می هواپیمای برو. اینجا من یه دیگران ندانم، بله من کول شرفیم همین چوک مردم من بتونم فرودگاه هیر بکپم که من فرودگاه اعدام مبون به عنوان هیچ تأثیری من کول مردم اگه پا دیم پا تلویزیون ها بروم من آب سویده حرام
همان روچ یا یک چیزی اگر مولوی صاحب باندا یا پوشی بگوشی که ما شانه پشانه کردان هشتاتگی هم روم توری فرودگاه تو کن اعدام بکنم پاوتی چوکان سرن روم اگر مولوی ای کلام همی دا بگوشی که ما شانه به شانه کردان هشتاتگی هم روم و اگر مردم دیم پر تلویزیون هم رفتن دیم پر تلویزیون رفتن همه سوار هواپیما کور شرف نه گودا یه روا فایده نیه که برو ودان مستقیم وین بروشی و چی فایده هستن باید اگر روش پاکستان یا افغانستان یا چه عراق کردستان باید بروه تو که حداقل شانس دستگیری 50-50 یا ودان چه گوادر بالکل بله به هر حال من سوئدی نندوگ نیم پیروزی انقلاب من سوئدی نندوگ نیم من ایران رو تو کاملا بانشسته ما هنگ بانشسته نه ما چون بکنی ما هم دلین نه لطف من کنه روم من چون کارمند بودینو چه بانشسته پرکی نکو و دا کم چه کم میشیگه که من وقت شهر بلوچی که گار بود تگتن زرگیت کم چه کم یا کم چه کم همی شهر گوشته گتن تو که بوانن توش رواق و لوتیت هم باید مردم برود باید برو یا که مهم آقا تا پواک نه چوش جمعی سر تو پاد نیاد که گومتی حزبا در اوڑه حزبی هستن تو حزب گونا تو شک مهنگ تک وتی تیوشن ته پنشن من نگفته تو منتظر پنشن گره گره بلوٹه بره حزب فقط ممنه مای مردم نیرو ودن آماده گرگن تو 6 ماه 7 ماه تمرین کنگن ما چو یک نفرین 2 نفرین شورا بل سروکی مثلا پدات تا سروک وادی که شما سروک و چیر و ندم او هنچین جوان کبتا ما هیچ حساب نبین رسول جان را گوشون که رسول جان مردم وقتی انتظار چه وقتی ملک مردمان چه وقتی ملک انقلابیان و همه اندازه بگیب که انقلاب جوازه چین چکن اگر کردان عزالدین حسینی بوده حزب مسلح بوده 3 گروپ مسلح 2 کامله بوده و یه حزبی 80 سالگی 40,000 سلاحبندی بوده اگر آیا آدابی گرگ جته گرگا آدابا مشمه مولی جت نکن که 4 روشنفکر زندانی هنونی بعد 60 دیلانی کشگا دیگه 2 زندانی 2 لیدر سیاسی دانشگاهی ما را الان زندانی نه 2 رحمت الله حسین بر نه مردم یا چوتی مردم ها همه انتظار کشی که سجین جامعه دیما شده مولوی مشمه 2 سال 1 سال نیمی که داشتی ایرانیا با اوتی رهبریا قبول کرد و ما شما یک شرف بلوچی عزتی آیا کرتید بله ها نقدان من نگوشم که مردم نقد مکن مردم ها پیغمبر بکن مردم ها مقدس بکن بله آدابا که تا گوشه گو زبان ها گو آدابا ایشی یک کمو که سیاسی زبانی نه افراطی واحدن من هم گوشم که واجه چوه بگوشی سک شره اگر ما گوشی مردم آیه مزامت بکن بله نه که آیه سجن کرده آیه دردانگی یا کاری که آیه 1 سال و نیم دیما برد و تک و تهنا 4 روشن فکر دیگه هم بغلا در نیاد یک پارتی یک حزب سیاسی سر متشکل نبود ما باید برای جهد کو که کم چه کم سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان اعلامیه پخش به من نبود هیچ کس نکرد به هر حال ما امیدواریم که واجه جمعه روچا هم همه دابا سربسته هنچو که مهم ما گوشت بگوشی که به هر حال دفاع از حق هر کسی حق آزادی سخن هر کسی حق همه دابا هم گوشی تظاهرات مظاهره یا اعتراض هر کسی حق سیاسی همشون هم بگوشید ایشان در فرم ما وحده گوشین که
یه دابا بگوشید در واقع ما 100 لوتین آی رضای می که 50 ها بگوشید آمه پوره این زبان آیا نبی که دنا نشتگیم اشی این که من گونتو یک جا یا که ما نقد بکنه همراه هم بله آدا با که تو گوشه که آیا و تارا بها کتا آیا و تارا فلان کتا آیا هون فلان کتا نه اشی شایسته آواجه نه گو خدمت کتگی و همه دا با که چی هنگه وشتاته یعنی ما شما در همه اندازه که می شما چاگرد و ماحول دیما روگین چه هر کسا انتظار بکشین. خب سکا خانم سوسن تشریف آوردن، بفرمایید شما هم اگر پرسشی دارید دوستان فارس زبان ما اگر سخنی دارن بفرمایید. بفرمایید خسرو جان. با سلام به همگی. باید خدمت آقای مهم عرض کنم. دوست عزیز آقای مهم، من بر اساس اون چه که یاد دادن و یاد گرفتن، جامعه، اجتماع، کشور اگر در حالت اطلاع انقلابی باشه، این معادله دو طرف داره. یکی پایینیان که نمیخوان، یکی بالاییان که نتونن. اما این معادله الان ناقصه، یعنی پایینیان نمیخوان اما بالایی‌ها هنوز میتونن. بنابراین من وضعیت کشور رو در اکنونش یک حالت پیشا انقلابی میبینم، نه در حالت اطلاع انقلابی. یعنی اگر تشخیص بدم که کشور در حالت انقلابیه، من 24 ساعت بعدش تو ایرانم. اما هنوز این تشخیص به باور ما به وجود نیومده. یعنی کشور فعلا در پیشا انقلابه، نه اطلاع انقلابی. اما اگر شما در حالت اطلاع انقلابی میبینید، خب دیگه موندنتون اونجا معنی نداره، باید برید داخل کشور. من تمام، صحبتم تمام. خب خودت چمدان بستی ها خسرو؟ سلام. نه، من چرا؟ چمدانم از 11 سال پیش بسته هست. آفرین هر آفرین. چیزی رو که لازم داشتم باز کردم، استفاده کردم، دوباره گذاشتم سر جاش. اما این دلیل بر این نمیشه که اگر چمدانم بسته است کشور در حالت اطلاع انقلابیه، چون هنوز بالایی ها اون انسجام دارن، اون ریزش ها رو هنوز شروع نشده ازشون، بنابراین هنوز نیروی سرکوبشون باقیه. یعنی اون معادله هنوز کامل نشده که پایینی ها نخوان که نمیخوان، بالایی ها نتونن که میتونن. در حال حاضر بعد یه مسئله دیگر هم مطرح کنم، این که نیروهای سیاسی غیر از اون مسئله وضعیت پیشا انقلاب یا اطلاع انقلابی، این که نیروهای سیاسی حاضر در اپوزیسیون تضاد محوری خودشونه و اول بگم جامعه، تضاد محوری جامعه و بعد اپوزیسیون، این تضاد محوری رو در حال حاضر در چی میبینن، در چه مسئله میبینن که اگر این تضاد محوری با حاکمیت روشن بشه، میتونه مبنای خیلی از مسائل راهبردی در آینده هم بشه. جدا دیار من چه سنگتان تر پاچه شما و تی سنگتان تشکر کنم که این شپی کوتی جتون تو هم موضوع هم بلوچی و بلوچستان باره گپون که ما باز باش بیته گشته چه 2.5 3 ساعته باره گپ بیته اگر سنگتان وکین گپی اضافه کنه
ما گوشتارو که اگر هر موقعی که جنبندی و کت ما گر جهلان اندیم واجه جی اگر کسانی که دوستان بورس جست پرسی هستن بکنن ما شما کرافت تا 10 لوگه بدارین نیم ساعت گوسته. بنده سلام عزیزان تو من خبر گوش داشته تو ایدا بنا نقد کو تو وقتی زبان تروند بودتا و شر نبودتا هم پیسر انترا گوش که من باشو 45 سالا مولوی کار کردار چی بودتا تو نگوشه ما گوشت تو زبان لام بکن بل من زبان شی که 45 سالا یه واژه ها که واژه اصلا باش نمیدونم میگیره دیوان تگلیت ته و فارسی من پیسر واژه اصلا جز کو فارسی که بروچی گوشی هرچی تو کنه من فارسی کو گوشه دو زبانه که ما دو زبانه کو سعودی البته با کم سعودی زبان بازه یک من توهینی نگو به مولانا من آ چیزی که بوده کرد و دیسته کردن تو گفت 45 سال چی بوده تو پیش باکی نارسا تو شو باکی امید کاش بل بنا امیدی و نی نه باش تو یه دوین سه این سالا مولانا کار شهر بوده ما پشتیبانی بوده عکس هم بعد بوده شعار انداتا چپ و راست ای مولوی پشتیبانیش بوده تو ادا انو جره یدی مادیم که تو ترون بوده که شول بوده که چی بوده من توهینی نکو ما آ چیزی که عمل کرد که مولانا در ظرف مدت بوده من گشتم 45 سال در خدمت رژیم بود مردمی تایید کردن رای بدی آخرین بار هم رای دادن گذاشتن و الان هم شما چاره ما تجربه هست چه مولا ما چه مولا مولوی ما تجربه هست که شان ریشه کجا واصلی در رابطه با کوچکتری مسئله بلوچستان ها یک ساعت خورده هر جبه واضح کتا 20 دقیقه مسائل بلوچستان بود که 45 دقیقه امام حسن امام حسین خطبه انده خطبه تو مولای مانتا بعد گپ گوان بگیری تو یه چیز دا من کم که ترون دا برکر بلکه ترون منظور نه که صدا برزیم تو دا طوری نقد کو بنا که انصاف نقدنتی تو ترون واشتا ترون من سلی غرون واش زاون دا به احترامی کو گوشت تو عمل کرد مولانا شی بود تا واش نبی تو ترون ده سیاسی برخوردی نه تو لام برخورد تکراری عزیز خبران تیمش ما بر بهترین تو مردم لام پیسر برخورد پیو بکن پدا تعریف در کردی کار که تا عبدالرسول درو دیوان بزد تی خبران چه مردم معلوک واش نبیتن در آبتن بگوش درات دیگه کن دیشین همشیره بکنه واش نبی نتوان مولوی نه مولای هم مولوی واش نبی باسی مردمی دست حکومت مردم واش نبیتی باسی مردمی هم دانشته حکومت مردم ما دیمه داشته که ننده مننده بعد من عزیزا تی جواب داد و دیواش به حال تگو تاکید نکنین نواده گفته در به تا ما مادر نه تو اشتی مردم درات که تو پتی نشته ایدا ترا واش نبیتی تی مردم شتا که باسی مردم اشتا تی راه پچی واجه ها اجازه ده که ما سلام علیکی بکنیم یا نه؟ بفرما جی بفرمایید تیمور جان بفرمایید. من پیسر رو نبودم ولی این قسمت از بحثان شما که من یادم دو مسئله مطرح هست. یکی ایشی که ای واجه روز جمعه چه بگوشی من شخصا نظران ایشی همه چیزی گوشی که هفته پیش گوشته که مردم ای حق هست اعتراض بکن و تنقید و انتقاد کرده از مسئله اقتصادی که ایران ها شما نتوانید همچین توانایی مردم ازش استفاده کنی از نیروش و حقی داده به مردم و دوسری بری هم تکرار کو. اما این قسمتی که شما باند پادایی به خاطر ایکس من تر جواب ده واجه ها این کلمه نگوش و حقی ما به خاطر ایشه که مولوی در مقابل کل مردم مسئوله. مولوی نپاید که یکی جنگ ببی، مولوی نپاید که یکی کشک ببی. در ایشی که چون مردم کردستان چه کرده شما بکنی جواب شما نه وجه با عرض معذرت. مولوی 80% من چو معتقدم بچه که ایده مردم نجناینی و نباید همه بکن و وظیفه همشینه که بیاد 100 مردم 200 مردم بیشتر کمتر به کوش بدن
ای منی نظر من چی و ما ای گپ جنا برایشی که ای کرون اطلاع بها. اما مسئله دو، منی یک براتی گوشی یعنی وطا ایده چی قرار ده و ای که آی ناحقه چون منو گوشان که حق چشه بابا. حق این مردم همه مولوی و همه مردمانی که تم ملکه وقت تشخیص ده از من و تو، من تو چه حقی هست؟ تو ودا ایدا صاحب نظر است زانه که یکی ناحقه و یکی حقه. تر چی انتظاری هست از کسی که وقتی عالمی وقتی مولویه از اول انقلاب این انقلاب به نام اسلامی هست که مولوی همراهی مبی و ما همراهی ما، چون من نپید مولوی همراهی ببی یه کلاهش بستگه به نام اسلامی هست سرواجانش کلاهش ایش یک واقعیته. بله مولوی همراه هم بوده ولی مولوی نوشتاده که یالا بیای منو بجنه، بیای من مردم بجنه. و مولوی نهایت صاحبتکن که یکی پونس خونی مبی. من عرض تمام بود. جی مهربانی تیمور جان. ببخشید باز باش. من یک پرانتزی دیگه من بیال کنم. جی 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 بفرما. با توجه به جوی عزیز جان، من الان طریقی نام گرم، با توجه به جوی الان این یک جستی من از شما براتانی کنم. با توجه به این جوی که الان در ایران هسته، آیا نتیجه این جو، نتیجه این چیه که اگر برسی آیا ما شما موافقه؟ یکی من و من نه، من مخالف. یعنی من مخالف این شعارانی هم که دقیقه. آیا در این وضعیت این مسئله گشتر بیوی ما شما موافقه یا نه؟ من دارم ایشی از شما جست کنم. اگه من نظر شما بگوشه به نظر من در جو موجود اصلا دیگه میره بگن و همه گپی که مهم جا باید جای دیگری اگر توانی جلوی بگیری، اگر نتوانی که هیچی. جو دیگه دینی رو بگیم اینجا این جو می موافق نه. چه ما لحظی بلکه اکثریت مردم بلوچ بلکه موافقه. بله من شخصا عرض کنم دومی گپ چیه بابا. این برنامه پنجشنبه جمعه این آقای پهلوی هشته که بلوچی بگو به اروپا و آمریکا بگوشی که آلترناتیو منو این مردم در بیاین همه جا تظاهرات بکنه به نفع شعار بدن یک گرچه پهک نده، گرچه پهک این مردم ها آیی مردم نه ولی آیو توان بهره برداری بکن. من به اعتقاد من اگر مردم بیاین و همه فهم که آیی مقصد و مراد بکنند این مسئله در اروپا الان مطرحه، در آمریکا هم مطرحه. لوتیت ای آقا که اروپا و آمریکایان به عنوان آلترناتیو بزانه و به نظر شخص من ریسکی کرتگی آقای رضا یک مدنی ریسکی کرده که اگر موفق بود آیی آرزو برآورده بود آیی وچکو آلترناتیو کلم داد بکن در اروپا و آمریکا. اگر نبود صدکه ایشی منی نظرت معاف کنی وجه من عرض تمام. جی جی باز مهربانی. واجه تپاکی تر خبر هستی واجه رفجان باشد که واجه تپاکی تر خبری ها واجه جیمی باشد که واجه روف هنچوش تپاکی مایک کرانه جمشید جان بفرما. سرکران سوسن باش خوش آمدی. بفرما. سلام و درود و درهبا دیوان. امیدوارم شما درو باشت سلامت اندرست زیجا هنچه که من پیسر ترون گشت. ما در یه جلسه دیگر تیم با وزیر رحیم بین شورای همبستگی و اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال در ودا هم در رابطه با اعتصابها و همگامی و همراهی با تمام نیروهای دموکراتیک در سرتاسر ایران گپ بود و درو متفق نظر بر ایشی که هماهنگی بکنه. البته
فرماشا تیمور جان من گوش داشت من در بحث های قبلی نبوده ولی واقع تمرشین که ما شما گوشی هر ستای په مادنی هیزی توتی در هند و سعدی در شیراز ما شما را باید یک انتظاری از مولوی ببینی که در حد خور تلاش و کار آیه نباید انتظاری ببینی از آقای مولوی که مثلا هم آداب که حزب دموکرات فکر کن یا مثلا جبهه متحد یا حزب مردم آیه هم همراهی برای چیه ولی واقعیت امر شیه که یک نیروی سیاسی و دموکرات وظیفه اینی که از مولوی بلوٹی که همگام بی با نیروهای مردمی در حد توانی نه این شی مردمان په خطر دارو بودا و نه این شی وتی و تا به حال به نظر من خوبی عمل کده همیشه یک نظام مردمان بیگناه هم مکشی تیراندازی مکنی کشتن هم در اسلام و هم در عرف جهانی از نظر حقوق بشری درست نه ایشی یک خبری که مولوی تو هم بکنتی و ما شما بیشی باید قانع ببین ما را هم همین انتظار هستیم من دیگه در بحث قبلی نبودم که جریان چیه و ما وطن گشته انتظار اینه ولی برگردیم به یه جلسه ای که از جان شپی بود در یه اتاق همبستگی و کنگره ملیت ایران فدرال خیلی امیدوار کننده و درو احزاب و احزاب متفق و کل به یه نتیجه رسیدن که آره از اعتصابات سرتاسری که قرار در کردستان ببی و در سایر شهرها ما بلوچان هم اگر دسترسی برای اینکه شرایط ما فرق در ودا امازانه احزاب سیاسی ما بلوچ با عاشق نهادینه که احزابان ما را گپ 10-20% بگیر ولی خب اما 5% 10% اگه بیان همکاری بکنن ایشی به نظر من جای شکری باقیه و ما بلوچه هم مثل انقلاب 57 یه سری هم آداب که در جامعه کنونی زاهدان پیشین داشت با حفظ وضعیت و از نظر امنیتی بعدا هم تلاش بکنیم که کمک بکنیم با آن نیروانی که در کل ایران و در بین ملیتان به حقوق و تلاش کنگن ما و تا همراه و همگام ببین من دیگه ارزی نیستم من فعلا ما که خلاص کنم و گوش دارم سلامت با تجا مرسی درود بسیار بسیار انشید زیبا. واجه دادیار ملوټه همیشه انچو که واجه امیری جنبندی که چون ماشمایی که در نشتگین وضعیت و شهر جا کاره مردمانی که تو کار نشتگن تو دست و پنجه نرم کنه یعنی همه دابی که وطن فکر کنه نبادی گپان بکنه با وجود تراگوی دیگه سنگتان 40 سال تجربه کاری منی سنگتی زنگ جنگی ما باید جوابی بدیم پدا هم ماشماکان تاکید کنی دیگه مردمان که داخل زندگی کنن چی بکنن چطور بکنن پرچیا نکتگه یعنی ماشما لوتن 90% جمعیت بلوچ و ایران در بکپی مثل ما کار بکن گورا باشه آنی که داخل آوت یا دیکتاتوری زندگی کنه که باید ماشما متوجه ببین هنچو که واجه امیری یا گپ که اگر نه که ماشما متوجه نبین گورا شما سیاست مکنه بهتره بره دیگه کاری بکنه اگر سیاست کنتن باید سیاست ربکراهانی واش جا بیاره باز مهربانی واجه امیری و سنگتان جی اسلم جان مهندس بسیار وش فکر کنم واجه رئوف جان خبر نکته. رئوف جان بفرما. باشد که درود رابط را درود و درحبات واجه دادیار واجه علی رضا صاحب و دیگه مدیران واجه دادشاه واجه اسلم و دیگه دوستانی که برزان اشتگن و هنچوش برات و عزیزان و گوهرانی که جهلان اشتگن شما را درود سلام پیش کنم باز واشین کاری شما کتا که مروچی دموکراسی حقوق بشری کوتی شما خاص کتا پا بلوچستان موضوع و به زبان بلوچی و همه هم که ما شما درست زانین در یک وضعیت خاصی ایرانی تا هست که هر لحظه امکانی هست یک اتفاق خاصی بکپید و تمام هم انتظار داریم که اتفاق خاص ایشین که جمهوری اسلامی مروچی یا بان داتند که روت و عمری دیگه باقی نمانده و نیاز هم هست که چطور بکنین که این گذر هنچوش به کامیابی و
موفقیت دیما برود و حداقل اختلافات در این زمان تاها باید کم بکنی و جریانان گشتر با هم دیگه تقابل باز مکنند و توانند در مرحله آینده، بالاخره در مرحله آینده مراحل قانونگذاری هست، نماینده مردم هست، نماینده ملیت ها و ملت ها و برای وتی احقاق حقوق تلاش کنند برای نحوه سیستم فردهای منطقه. منتها هر چیز کنند وتی برنامه پیش بکنند و مثل شی که مردم ایران آماده اشکنگند، سازمان ها، گروه ها الان بهترین فرصته که برنامه ایدئال و تا برای مردم ایران، برای باندات ایران عرضه بکنند، بلی مردم بچارند که چه برنامه هایی هستیم. منتها در شرایط فعلی بعد از جنگ 12 روزه مچاری که جمهوری اسلامی در منگنند، یک لحظه حواس مردم پرت کند که اسرائیل ممکنه حمله کند، یک لحظه هم گوشی که من پیش دستی کنم و حمله کنم. اما خود خامنه ای گوشتد که بیشتر از همه ما از بالاخره باهند مردم، از چی که مردم چسب و انقلاب کنه ما گشتر ترسیم و هنو هما مسئله یحته که مسئله گرسنگانند. گرسنگان چسب بودگم بدون شی که تشکیلاتی بی بالاخره گرسنگی دیگه لاب که گوریت بالاخره دنتان هم سنگ برید، مردم به همه جا رسیدگه که دیگه آیانی طاقت با آخر بوده، باید خیابان بیایند و از این وضعیت اقتصادی گرانی دلار و آدگر روز گشتر بوانند. اما در این وسط هم بازاریان هم هور بودگند، بازاریا هم جنس آیانی دست سرا منده. خب تولید که اگر هر تولیدی ببی، چه صنعتی و چه مواد غذایی و شب تولید کن روش به بازار دن دوباره لوتی باز تولید بکن چاری دو برابر بوده. خب همه تولید کننده هم در منته نه تو هم سودی هم بگیرید. خب بحران دو برابر بوده نتون بها بکن شیند که چاره بازاریان خورند و بعد هم دانشجویان و دیگه صنفا اخشار مردم فریختگان و همچنین در خارج از کشور هم زبان و بلندگوی مردم داخلند شانا تبیین کنگند به مجامع بین المللی و همچنین بازیگران سیاسی آیان ای وحدی ادوایسر و مشاور هستن. آیا هم چارگند که ما با جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنیم. از اینکه جمهوری اسلامی باید برود یک مسئله حتمی توافقی هم برای آمریکا و اروپا و هم برای همپیمانان و متحدان آن که جمهوری اسلامی برود به کجام طریقه برود که مثلا کم هزینه تر ببید، هم فال و هم تماشا ببید، هم به نفع بازیگران ببید، هم به نفع ملت ببید و هم به نفع ملیت ها ببید و تمامشان. حالا بهترین راه چیه الان؟ که آیا حمله بکنند، خامنه ای بکشند و روش خاصی پیش بیارند مثل جاهای دیگه، یا به طریق سوریه ببید یا اینکه بالاخره به دست خود ملت به طریق سوریه ببید یا به یک نحوی دیگه. الان ظاهرا این قدمی که مردم در ایران چسکوته شی همه بهترین روشه. بهترین روش همشین که مردم بالاخره وقت پایحتگن و به نظام دارند توار کنند که ماترانه لوٹی و بهترین راه هم ایشند که اگر
همه ستمکاران و ظالمانی که مردم کشن بهتر راهش این که بزورند یه هواپیمای از این کشور در ببن. همه کاری که بالاخره تونسی‌ها انجام داد، تونسی علی بهترین راهی همشیت که بجایشی که مردمی گشتر کشگوید پروازی که رفت عربستان سعودی نشت. نید در حال حاضر در مردم در تمام استانها و تمام شهران چس بودگان و حاکمیت هنشی زان و در این زمینه این به حرکت و جنبش 1404 فرق کن با جنبش 1401 و سرکوب 1401 هم فرق کن با سرکوب 1404. در 1404 دیگر رژیم نتوان سرکوبانی که پیسری انجام دادگند هنو انجامش بدن و با اخطارانی هم که از آمریکایش گرفته و از خود مردم و از ترس ایشی که خود نیروهایی که در بین این نیروهای سرکوب هستند بسیاری از آنها شاید ملوچند وتی مردمانه وتی خانواده در وتی شهر سرکوب بکنند و سرکوبگران وارداتی که از عراق و سوریه و لبنان و یمن و فاطمیون و زینبیون یهتگند آیا هم نیستن و ایشی هم که از استانهای دیگه به استانهای دیگه نیرو هم راه بدند این امکان هم نیست، برای اینکه در تمام شهرها نیاز به نیرو و کمبود نیرو هست و خود این نیروها زیاد رغبتیشی که سرکوب بکنن مردم ها نیستش. زانند که این حکومت مروچی یا بانداتن از بین روت و رسوایی هایی که در بین خود حکومتگران و سران و دزدان ظاهر بوده، زانند که یک عده خاصی در این کشور چپاول کن دزدی کن و زیر مجموعه آیان وقتش جز همشانند که باید روغن نباتی و روغن مایع چند میلیونی و چند هزاری باید برام بگیرم مثل بقیه مردم. ولی به هر حال اقشار مردم چس بودگند در مرکز و همچوش در منطقه لرستان و همچو کردستان و همه پین بلوچستان در جمعه گذشته، با وجودی که مسئله جمعه خونین 1401 هنگه در یادها مانده که مردم بلوچستان با 1.5 سال مقاومت نهایتاً تنها مانده و در همین موقعی که مردم در زاهدان کشته بودند، در مرکز ممکنه ساعت 8 شب قابلمه ها با قاشق جنگ بودند صدای بودند و مردم بلوچستان تقریباً تنها ماندند و از همه ترسند که یک مقدار از همه گرسنه ترند، از همه انگیزه برای مقاومت برای جنبش گشتر داره و همچوش از لحاظ حقوقی تبعیض و از لحاظ قومی مذهبی تبعیض فرهنگی تو عقب ماندگی عمدی توسعه در بلوچستان، تمام این مسائل هستن. بنابراین در بلوچستان به مراتب از نظر از دیگر جاها انگیزه ها چند برابره. خب مردم ما هم آگاهی ندارند و یکی از ترس همی 1401 ما تمام انتظار از مولانا عبدالحمید هم داشته مبی و این هم شایسته نه دوستی مثل آقای رسول بیاته دا تخت و تاز بکن در این موقع در این شرایط و در این 40 سال چند سال ما هیچ کاری هم هیچ چیزی نگندیم از این دوست برادر ما بغیر های مبارزه با ارتجاعیون و فلان شان گپ نهند. الان موقع همراهی و همدلی برای گذر از جمهوری اسلامی. تمام آکسانی که در ایدان هم تو گنده توت هم یک زمانی آری ممکنه داته و فکرت کتا که ممکنه انقلاب 57 به جهت خوبی روته نرفته راه وقت جدا کتا. ما هنچوش دیده انقلاب به دست ملایان رفت دیگر راه وقت عوض کتا.
بلوچستان و مولوی عبدالحمید هم مروچی راه وت عوض کده بعد از کشتار 1401. همچنان که ما گنده که فرزندان آیام حتی ممکنه که اصلاح طلبان و آیام دارند از همدیگه جدای بند، از همدیگه منشعب بید. جمهوری اسلامی داری تکه تکه بی، اصولگرا، اصول طلب، جبهه پایداری و فلان، و فقط منطب همه سلول خامنه‌ای و سلول قدرت. بنابراین هر وقت هر کسی از این رژیم دیم بترینید هم فایده ایت و همه امروز هم بیایند نیروهای سرکوبگر تسلیم مردم ببن و سرکوب مکنه، مردم ها هم با آیان گل تحویل دهن و استقبال کنه. بنابراین ما هم تمام چیزا در بلوچستان در انتظار مولوی عبدالحمید مبین. بلوچستان دیگه اخشار نی، با حرکت گروه گرسنگان و بازاریان تمام اخشار در تمام استانها چس بودن، ولی بلوچستان ما با وجود ایشی نقش بزرگی دانشگاه های ما را هستن در بلوچستان. دانشگاه بلوچستان و سیستان، دانشگاه ایرانشهر، دانشگاه چابهار که در هر شهری یه دیگه شهران دیگه دانشگاه مختلفی ها. دانشجویان ما هنو آیانی وظیفه این که وقتی تورسا کم بکنند باید یه مقدار هزینه بده. فرهیختگان ما رو کم فرهیخته نیستن. در این مدت در بلوچستان نزدیک 1 میلیون تحصیل کرده و دانشگاهی و معلم و آدم‌های آگاه هست. دریغ از یک بیانیه برای کشتارهایی که در بند فقط شاباش و مرحبا ببید. فقط در مورد کشتار محمد خالقی مظلوم کودک بلوچ در چابهار یک بیانیه کنشگران داد که 100 مرحبا و 100 شاباش به آیان بید که تقریبا 212 نفر آب بیانیه امضا کرد. در روزنامه شرق و یک روزنامه دیگری هم نشر بود و من همه بیانیه کنشگران در برنامه سیمای بلوچستان کامل در او دوانتم و ما هم حاضریم ایشیا که واجهانا دوست کمک بکنی، اما هیچ گونه هزینه دیگ نید. کلی بالاخره کسی به خیابان بیاد مردم روشن بکن. ما نگیندیم که الان دوستا و عزیزای ما بیایند، روشنفکران ما بیایند یکم که همراهی با مردم بکنه و این وظیفه مردمه، وظیفه فرهیختگان ما این که در کنار مردم و در کنار مردم بلوچ ببن باید یک گام چس بکنه. اما با وجود شی اگر هم نرفتم بالاخره بلوچستان 1 روز یا 2 روز دیرتر با مردم کردستان و هر جای دیگه همراهند و بلوچستان حتما هم چست بید. شما حتما زانین که اگر تمام ایران چستن و کردستان هم چستن، مردم بلوچستان هم چست بند و نیازی هم ایشی نیستن که مولانا بیت علنا در پشت تریبون یک فرمان حمله بدن. خب یه دیگه نیروها و تشکیلات ها هم هستن، آیا هم براوت برنامه دارن، راهکار دارند. همچون در بلوچستان اگر دستش دورند ولی دلش همودین دارند برنامه ریزی کنن و این چانه‌زنی هایی که در خارج از کشور کنن و همیشه هم باعث بند که مشاوران حتی قدرت های بزرگ اروپا و آمریکا قانع ببند که راه روش در بلوچستان به این نحوه که بدون حق و حقوق ملیت ها و بدون اینشی که یک جمهوری فدرالی که در تمام از آیین راضی ببند و تمام در یک قدرت و مدیریت کشور سهیم ببند و در مدیریت منطقه و صاحب اراده و صاحب تصمیم ببند و صاحب آموزش و توسعه ببند، بالاخره شی بهترین راهن و همین نامیان و همین مشاوریانند که احزاب مختلف، سازمان‌های حقوق بشری دیم دیگند برای تمام ایشان دیگند که بالاخره مردم بلوچستان هم همراهی بکنند و چسب ببند. حالا نوبت نخبگان
ما چاره که دیگه بسه ما تقریبا در 10 گروه واتساپی، در 10 گروه واتساپی نخبگان من شریکم، ولی من چرا هنگت ترسگم می نخبگان هم ترسگم، می رئیس گروه ها هم ترسگم که مثلا یک کلیپی از اعتراضات یکی از این شهرها یکی ایر بکن، خب هنگت ترسند که باری ما مورد سوال قرار گیریم یا مورد سوال قرار نگیریم. خب نخبه عزیز باید یک کمی تکان بوره. به قول استاد دادیار هم گشتی که وقت انتی که ما باید تهران که بریم یه روز بازداشت بین هیچ اشکالی نی، ولی خب این موقع انتی ما را انتظار ها و امیدواری هم که این مسئله ببین. حالا در بحث روز جمعه و حتما مردم در زاهدان چه مولانا بگوشید چه مولانا مگوشید، چه ساعت 8 یک واجه اعلام بکند که اعتراض پاد بیایید یا پاد میایید، مردم بالاخره روز جمعه وقت برای اعتراض در زاهدان پادی آیند و مهربانی فقط شین که بعضی از این رسانه ها این شعارهای مردم ها حداقل مصادره مکنند و تو هر شعار دارید، هر کجا طرفداران شعار دیند، خب مبارک بید و خوب این برای هر کسی شعار بدهند، ولی ایشی که شعارهای دیگر اگر مصادره ببند تا قدرت‌های جهانی و جلب نظر کنه که ایشان فقط برای ما دارن شعار دهند، بالاخره مردم برای مردم شی قابل قبول نهند. اگرچه از یک خان رد بودید در این 7 خان مردم حاضرند، 7 خان بعد از گذر جمهوری اسلامی بالاخره مردم برای ساختاری که لوتند انتخاب بکنند ساختار را گچین کنند. ولی برای بلوچستان ما امیدواریم که مردم در همان روز جمعه که در زاهدان یه حرکتی انجام دهند، در وتی شهران، در یه شهرهای بزرگ و کوچک، حتی در روستایان هم یک حرکتی انجام بدهند، حتی در منطقه در مثل ایران شهر ملکه فلکه ولایت که نام هم فلکه دو امام دو رهبر و در ایران شهر معروف به فلکه دو شیطان، و در همه فلکه دو شیطان مثلا چند تا جوان به عنوان اعتراض در همه فلکه چند تا تایر بنداد. به هر حال من کوتاه آیم و تی خبران گپ کوتاه گرام و امیدوارم که نوبت نخبگان و دانشجویان ما و دیگه اخشاری موجود در بلوچستان که آیان قدم به خیابان بلن. منتوار مهربانی روجان باز باشین خبر کن هاست ودا که انگشت تشت به اقشار اجتماعی که بلوچستان تو که هستن و هر کس هر یکی چه یک اقشارم، هر یکی چه یک چکان، چه یک کتمان، چه یک بهرام، یک ذمه‌واری هسته، یک اخلاق اجتماعی هسته، یک پساوشی هسته، یک جوابی هسته. بلوچستان دانشوری مردم، آگاهی مردم دو تکه، یک تکه دینی عالمه، یک تکه دانشگاهی مروچگین دنیای کم چه کم طی 50 سالی که چون دانشگاه ال بود در ملکا و هر ملکا چون دانشگاه نه تنها یکی و زمانه که دانشگاه یکی بود ما 60 نفر چه نسل جوان، نسل ورنا چه 100 نفر ها 60 50 60 نفر شده دور هم سور سالون کی بود درو هنو 30,000 گیشه 30,000 دانشگاهی یعنی تخصصی، زبانشناس، روانشناس، جامعه شناس، وکیل، فرماندار و خب
یعنی میگی مسجد یعنی دانشگاه باید ببی دیگه مگرش میگم من بلکه گشت صد رندا ناولتن سنگتان ور شما په یک بیانیه صادر کنگو 500 نسخه 500 دانه 500 تاک 5 سطر 5 سطر 3 سطر و سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان را 60 نفر دانشگاهی و تار کشت و تار کشارید یک ماه تو کن یک سال تو کن گشت 50 نفر خب یک دانشگاهی تا هنو 20 دانشگاه هم. بلوچستان 30 هزار نفره دو زندانی نامدار و نی باقی گناه بلټه مولوی بردار شما باید قضاوت بکنید اگر چهبار مروچ دو دانشجو کشاک بودیم دو راهپیمایی دانشگاهی در چابار راه بکفتیم دو دانشگاهی راهنمایی در زاهدان هم 3 نفر کشاک بودیم در چابار هم 2 تا در ایرانشهر هم یکی مولوی زبان همه زبانی بود نه نه مسلم نه وحشی اشاره رؤوف بود سکشر آقا پس شما ها چی مبارکت خدای سمد آقا پس ما ها چی درست مسجد بیدا مسجد مکیش بیدا چون نفر زندانی چون نفر زبان شناس جامعه شناس دکتر و مهندس و مقاله نویس زندانی چون نفر روزنامه‌نگار و گرک بوده هیچ هیچ اشیگن که آقا سوچینی پواز جوالدوز پدگران زبان اپا کن دراشتره نه ایشی جالب نه ایشی جالب نه یه بیانیه 10 نفر دانشور و دانشگاه تحصیل کرده و وکیل و فلان و کارمند آقا داخل ریگی و میکه درخشان روان 4 بلوچ اگر رفتگان می کجا سازمان ملل خبر کنه چه ایران پاد کنه روان بوده گوشم آقا دروغ هم. حکومت اسلامی ما رو هیچ نکنه ای داخل رفته اگر فشار داخل هنچو بوده می دانشورانی یه تحصیل کنه که نسل یه 50 سال دانشوران تحصیل کردهانی تهران کو حلباش و زراب همین چوک ترون بودی آیا همچین غلط و همچین گوهوا که برای من سازمان ملل همچین خبر بکنن ریگی همچین غلط کو یا میگه درخشانه تو بهتش جورت چیکو برای ما بلوچن دیم و همچین خبر بکنه تا سازمان ملل میلیون های بداتی نه وزیری بکتی نه توری جورت چیکو همچین خبر بکنه نکوتش همشی که ما شما وتی قضاوت ها وتی لوت و واهگا همه حدا بکنه که همه چطور من رهتا چون که شاهی ما برای هنو کشمرز کنه که هیچ توهمی ریچک نبوده هیچ بدری ریچک نبوده چی مقدور نبیگه بری بله همین چون هنو بلوچستان شراب دارین که پیش چه اشی که کردانی حزب دردانگی احزاب بروان این فتوای سیاسی ها بدهن که پلان روچ تظاهرات کنن بلوچان هر شهر توکا پازداد کردن ایران شهر میدان ها که بلوچستان دل پهره میدان ها بوتو داری مجسمهش هرچی که بوده صورت و آز کشته چهبار هم هنچو سرباز هم هنچو گشترین شهران تا بلوچستان بوتی هونوایی در واقع داد و بیداد و خیابانی وروش دما برده ایشیگه که ما امیدواریم که واجه بوتی 401 انقلاب جینایی دورین کردار را که سجن ایرانیان پا یا پهر کد همه دابا بدارید گو همه بوتی زبان رمزی زبان
که دیما برگاهیم که مردمانی حق اعتراض، مردمانی حق پاداید، مردمانی حق معترض به من همشیا بدارید. ما همین چه آیا ای وحدت ها که روشن فکر هیچ نکنگایم ما چه همین چه آیا رضاییم. اگر آیا بگر آیا همراهی یا یک دیگه زوری هم خیابانی رولی بودی چه دانشگاه نیمگاه هم بودی ایانگو مسجد چانگو دانشگاه 100% آیه زبان هم بدلی بود. بله ما بگوشیم که آیه بکند ایشی می هم حقی که ما چه آیا بلوتیم آیه ویتی توانو زند ما بلوتیم برای آیه ما ویتی توانو خبر کن بله می لوتک بر حقی که ما بگوشیم واجه اگر چوه بکن شر ایشی گوشک بر حقی بله این انتظار ما بیگه حتما باید هنچوش بکن واش وقتی به هر حال واجه رو به خبر تجین واشین خبرتان خاص این مورد که آیا گوشت هنو من بلوچانی واجه رحیم هم جهرات من امیدوارم که بیت آیا هم خبر بکن واجه ملک هم چوش حزب مردم هم هستن سنگتانی که خبر بکنن این بابتا من واقع هم شکه واجه ای همکوپگی ها مردم کردستان ها پا دو حقا یکی که ما سیاسی همگران چی یکی که مذهبی همگران چی همسایه به همسایه ها پاد دوست به دوستا جا هجن این انتظار همه که واجه زبان جمعیت ترونتر ببیچه پیشا و چه انقلاب ترونتری آیا هم بوتی زرابا بوتی زبانا گو همی ماهورا گو همی چاگردا هم توان بکن هم واک بکن رحم جان واجه تو هم دوزانه خبر بکن لوگ به هر حال شنگ بید و حزب مردم همه قویترین حزب دانچه ملکا مازانه که آیان ویتی بیانیه داته سنگتان پارسان لوٹت که واجه روف هم اعلام کو که حزب مردم ویتی حمایت هنچو کردان داته هنچو که دیگه احزاب سازمانان داته من هم دلجم کردن که حزب مردم 100% ویتی بیانیه صادر کده اگر بی هم تین رحم جان بوانگی یا کم که خبر بکن یا تو یا واجه ملک بفرمایید. که واجه رحیم باندوی یت چیران سلام میده لکه بعد واجه عبدالرؤوف ملازایی کو در رابطه با ارتجاع محلی و هر کس وقتی تبع لاتی هستن که ما اتفاق باز خبر کتاب گمه حزبی لیدر ما باشن که یه مردمی که بلوچ نامش برین و دولت تو پنگش برداین و کلک پا کلک کو پا کو بلوچان رندا ترنت تو هر دابی بلوچ دستش کپیته گرانت جرانت باندنت یا گراینانتش یک پرچه گراینانتش دیگه شما با تفصیل بکنید بله انو واجه عبدالرؤوف ملازده تا چیزا گوشه که رسول گوشید ارتجاع بومی اما وادی که حکومت یک ما شعار همشی بود تا لاتی بومی مردم که ما لباس و ما هم دینند هم لباسند هم پوچند ما رندا ترتند ما که دستاب گفتری ما گرگور دکو بلوشته هم پارسی و پاسدارا آوران کوه کندک نزانتن پاسدارش گونتا همین کوه کندن که هشته دارو برات ترتکتن شان هنوز زندین افسر درجهش به بلوچه هم بلوچ زندین درجه و افسرش به توش زانه منش هم زانم من کسی داما نگرو انو ولی من یک اطلاعی دارد که دو سه صفحه با پیاسر اینا هم گشتن در مورد من گوشو که ارتجاع محلی و بومی که بلوچی پوچی گران من نزوریان زاند من بزدگیان زاند من آب و کلک و چمگان زانتی ما را ضربه لگیتی شما مردم گوما نزدیک من هم زبانی من سنت و فرهنگ و چیزان زانتی انو هنچو که پیاسر گوش لاتی مولا قسم قرآن کتا کو اون گشته که ما گوترا بیعت تی حکومت ما گوتا امرای کردیم یه واجی اینا بالا تو شیشی انچه پول مول که ذات انچه یا تبلیغات کردن در هر صورت یه مولا پهلا رفته ما به این حساب بکنیم که ایشان انچه مولا و کنشان هیچ کس نزانتی انچه یک چهار پنج نفرن ایتایی نیستن مولا و کن کارچه مولا کن که چه کوه کندگان شیارتگن شمشاه را بیتک تو چوشش ما در من فکر نکنیم مولا رو ببند جورات بکنن مردم درو کشک بایگان جنان تهران کردستان کرمانشاه روسی شهر چیز بوده جنان کشک بایگان ما بلوچستان مولا تو شه وای مولا کو انچی باش چم نه تو ایشون انچی را یک علاوه چی مولا کو ببخشی چی مولا شما گفت دعوت مهاتم وشی آواز بالا چگو دعوت مهاتم یاد کش انچی رنچو
پشتیبانیش کنه. تمام اختیاراتش هست، تلویزیونش پخش کن، هامونش پخش کن، تمام شد فیلم حضوری میکس کن چی بلوچستان ملا و عالما انقلاب پشتیبانی کو باشیم آشوب کنه جریان پروشیم. علاوه بر چه ملا در رابطه با واجد عبدالرؤوف بلازی یه مردمیشان بلوچن، یه 40 خورده سال این شد پیتو پیری جوانشان بوده. یکی ما دیده بوده واجد یه الان 1 و 2 3 و 4 5 6 مرد من ندونم کدی حکومت همکاری شروع کنه. خوبیار شهنوازی که بیانیه امضاش کرد در رابطه با شاه اغتشاشگر ما وشتاته به اسلام واسطه چه حکومت دفاع کنیم. خواجه حاجی دوست محمد ابراهیم میر بلوزایی از تامین خاص، بارانزایی سراوان، بهادرخان شولیبر ایسازایی از سواد ایران شهر. شما واسطه بلد است از این توجه کجا گشته شد رو سرحد دیگه من ایران شهر رشته تو واشو. بعد محمد شاوزی که پخش بازانی که چند روز پیش بلوچستان لوگان سر حمله کو گو سپاه گوتی بلوچی سپاه ها کلشی پوچ پادات حمله شو لوگش بردوانی بیرام کتا سه بود ما تیا پریاد کو دیگه واجی نام احمد هاشمزی ش تفتانه. این مردم شان چی باشه با این براتا ما رو ماتون شپا سه چهار حمله که لوگان استولیانتی شان یار روچی نه شان انگی نه شان سال که هنو نامش چنگ بود هنو دنیای مردم شلوغ کتا راستی دریگ و دنیگ یه دیگر آدگر کوکار سروات کردن. بعد ایشان روان و خمینی حکومت بیعت کنن ما وشتاته گیم اعلامی منتی واسه راه واجب رو ملازی عزیز ای واسه من رادا تو نام لوت نامم شه شش مردم ایشان ما وقتی گوشین ارتجاع محلی ما دیگه اولا چی حکومت کی یعنی ارتجاع محلی اگر بودتی بودا واسه رو ما نسوند ما هم بلوچ هم پوچ برات آنم برا والله که تو 15 سال گشتی بمانه همین هنچو من رندا سیستم هنچو من رندا سیستم که ما دو پادگو دو انکری کو سر پک کراچی کا بود کراچی یا مارجت بهتری مردم کسر کرد رسول بخش زین دینی اگه یه جنبندی هم بکنه دست برداد واجه رحیم هم بلکه ايش برو باش واپسی. ولا من تمام ورهيم داسك بورزاي من جنبندی تمام دیگه بس اما میجی بارم که برای من ارتجاع محلی شما شما هستن شما دوست میگی گم کرا یا نکردم ما آذربایجان ندانم بس برای گپی دیگه دیگه باشد که بفرما. من اولش ما درستم خدمت سلام عرض کنان و البته جمشید جان من نزانو کدی حتی ولی من متاسفانه جمشید من سگ شدی که تو مجبور بودم که برای چیزو که بورن و رند بیان چون من گوشت و هم بودن. حالا امیدوارم که به هر حال وقتی که شما تنیه وقتی دنشته و گپ جتا و گوازین تگ گپانی جتا که دیگه تنید من فکر نکنم گپی منطق منی بکنم. ولی در هر صورت اولا خوشحال از اینجا ایشی که شما ایشی پی بلوچی دیوان ایدان داشته ولدان شاباش دیگه عرض کنم که من ندارم چی باره گپ کنم من در هر صورت دیدم من رحیم مطمئن جان رحیم آه جان جی جی رحیم جان جی اشیا اول طرف گوشن که یه منی پیشنهاد نبوده بلوچان جنده پیشنهاد بوده آیا پیشنهاد کرد من هم منید که من هم پیشواز شدم من گو ساکی شهر نه برای بلوچان جنده پیشنهاد داد که همچین لوگی ارکنک ببید تو من هم منید ببن. باز جوانی که به هر حال کاری بوده در هر صورت من نزنم من چی آخر گپ بکنم الان با توجه بشی که اصل مسئله چی هست یکم که بغش موضوع چیه چیه گپ حزب حتما بیانیه داده پشتیبانی کردانی نه. حزب داده حساب کنید وقتی که کنگره ملیت ها داته همبستگی فراگیر داته بیانیه جند هم مواد دست بوده تهیه کرده که چیزی رو که حزب تهیه بکن حزب هم یک عضوش همایانه دیگه. البته خب با چو گفتال کرده گو هم دیگه تامید قبل از اینکه من بیا هم ده هم وقت من و واجه شاه و واجه خالد حسنپور گپ شده بوده همی باره چی کنک بی در هر صورت از احوالی که ماشما را کلن خاورمیانه تا هستیم یک متحولی از احوالیه و به قول معروف مثل شرایطی هستن که در حال زایشه یک دوران بسیار بسیار دردناکیه مخصوصا این دوران درد زایمانی که واقعا
یک ماتی را گرفته، یک همچین حالت جامعه هم مثل یک مات دیگه، این تغییر و تحولی که پیدا کرد. خب مسلمه که تحولی که انتظار هست بستگی هستیم به نقشی که فعالان سیاسی و فعالان جامعه هستش چیست ایران اتحاد. می‌دانید که ماشما بلوچان در هر صورت با توجه به شرایطی که ماشما را هستی بود بلوچستان اتحاد در واقع گرپتگی، یک نمیگم که افغانستان طالبان، یک نمیگی اینگو خمینی طالبانند و یک نمیگی دیگه پاکستان شریفه و برحال ماشمه محلوک مردمی که خلیج و آدمند ماشما رو مزنین جمعیتی هستن آیانی هم برحال ذهنیت و ماحول هم یک چیزی دیگره شید که یک جو مذهبی، ولی با تمام همه اوضاع احوال جو مذهبی که بوده هستن بلوچ محلوک بلوچ راج در ارتباط با اوتی حق و حق کشی که در ارتباط با بلوچ تاریخی تابوته شانی تا کما بیش سرپده و بخصوص این دورانی تا که این سوشل میدیا واقعا دیگه قدرت سانسور سک ضعیفتر کرده نسبت به سابق. خب باز صحیحه و انعکاس هم همیشه باش ما گردگیم با تمام اوضاع احوالی که الان این جنبشی که الان چست بوده تلاشی که بخش واقعا مردم کلمه ارتجاع باید بکار بارد که لوته این جنبش به یک شکل مصادره بکنن پواتش با تمام اوضاع احوال من فکر کنم که بلوچستان خیلی خوب در واقع عمل کنه و جالب دانه که علاوه بر ایشی که جمعه روچا و زاهدانی تا چستیر بود بعد از نماز جمعه، چون برحال نماز جمعه یک ظرفیه که به شکل سنتی به شکل تاریخی انجام گیرت روند بوده، ولی جالبی دانه که به نظر من با توجه به ایشی که زابولی تا بلوچ پایه تو به همراه یعنی که باشنتش زابولی و تاره باشن زابولی در سیستانی تا یا خاشی تا ها یک کمو که بود تگد پدا منه حال چیزانی که مهش کتگن سراوانی تا کمو بیش ایران شهری تا هم بودن تو شاه، یعنی خارج از روچ جمعه. بنابراین معنی شیه بیتن که دیگه مردمان پایحتگن وطش و فقط مسئله 1401 نهند که با توجه به موضوع ناموسی که بلوچستانی تا سرهنگ مرهنگ انجام داده، جمهوری اسلامی در واقع انجام داده، پد مردم سک عصبانیتن تو نهایتا جرایت پیش یادرشا با تمام اوضاع احوال این واقعا تظاهراتی که یا شعارانی که در واقع خیابانان تا بعد از جمعه رفتن تو همیشه که نمی بخشیم نه فراموش میکنیم به نظر من یک شعار نمادینیه برای ماندگار بوگ و همیشه یاد داره که این جمعه خونینی که بودن جنایت علیه بشریت در واقع شید کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در واقع نامی هشته این کشتاری که بود انجامش داد. نو ادانید که ماشوی بلوچ ها آمادگی هست و مخصوصا این تحولی که چه این جنبش انقلابی که هنگت هم ادامه هستی زن زندگی آزادی در واقع بودم من فکر کنم این اثر حتی ماشوی ملایانی سر هم سک باز کبته سک باز نه تنها ماشه مولانی سره حتی همه بخشی از نیروهای مذهبی که به شکل مسلحانه داره مبارزه کنه. من فکر کنم ماشه تمام در جریان این مسئله هستین که یه جنبش مبارزین مردمی البته بستگی هستن که با چه زاویه بیچاریتی، ولی از دیدگاه ما یک تحولیه که در واقع از اصراری که سر قوانین شریعتی و اعلام اجرای شریعتش الان گشته تأکیدش سر مسئله کرامت انسانی و عرف و فرهنگه. شی به نظر من یک حرکت سکین توهینه و این موزگیری ها یا این نوع تحولاتی که وجودیه تو واقعا تاثیر بلن سر کل جامعه با توجه بشی که الان تاکید گشته روی مبارزات مدنیه و من فکر کنم که تا جایی که من یادیه چیزانی که نوشته تنتش آوادی و ایده ماده میگه پتالانم که گوش داشتگن تو شاه دیگه به شکل سابق نلوتن که مثلا تایید تصور ببن که ما توانیم با اسلحه‌ای که دستندین جمهوری اسلامی شکست بده. نه از دیدگاه
بلکه همه اولویت ها به توده های مردم در کف خیابان دیگه. اون الان یک چیزی گوشتگتش شید که ما دفاع کنیم و فکر کنم یک ویدیو کلیپیت زیاد زیست مروچ صحبیت زیاد مشهر حیال نکن، ولی من دیست یا جاگه منی چم کپت که نیروی مسلحی دارن روند به سمت یک ماشین حالا سپاه یا مال نظر نیروهای انتظامی. رئیس پاسگاه شهردراج متوجه تگش. اوکی. خب پس خیلی نزدیکتر بوده چه با میوتی منطقه پرات برحال ماشین متوجه نبوده که تنها ولی همچین همه کلیپ جنده من دیگه بعدا توضیح موضوع و ندیسته. خب شی بیانگر این مسئله این که تغییر و تحولات از نظر عملی، از نظر کارکردی، از نظر چشماندازانی که هستند به سمت مثبت دارن روند و ایشی یک به نظر من یک تحول مثبتی و یک چشمانداز این که بسیار بسیار امیدوار کننده. خب الان با توجه به ایشی که بیال مکنه کردستان هنگتن یادی و پاد نیحتگد تبریز و ترکان پهنات هنگه و تارش داشته. متاسفانه با توجه به یک سری اختلافاتی که تهمش کشک بوده توسط حکومت های سابق دوران پهلوی بگیره الان هم جمهوری اسلامی هم گشتر دامنجتر در همتنیدگی های خاکی ارزی باعث بوده که این دشمنیان تا جایی ببن که در واقع خیلی از کارانی که انجام گیرن بازی کنک در میدان دشمنه بی. متاسفانه ترکان و کردای مشکلش بوده و هنگتش هم هست این مثلا و اگر چنانچه واقعا رهبرانی که هستندش رهبران آگاهی که هستندش واقعا اگر گام چست مکنه الان برای رفع اختلافات باز هم خاکستری ته ماش میبوتی چمان رو، یعنی مردمان ایران چمان تاعت رو تنشا. من متاسفانه نظر شاید مثلا یه برام جایش نگه منش دارن کنگانشا، بله در مجموع خیلی امیدوار کننده از این جنبه که مردمان جن در درون بلوچستان و حتی ماشین مذهبی مردم ها وقتی که برای حق خواهی پاد آیند و تو آن مطابق آف کورس و با توجه به ما فضا و جوی که از نظر سیاسی حساب بکنید چه بیال مکنید ما شما هرچند که واقعا ترس پرشته ملکیت ها چیزانی که ماش هش کنگی ماش گندگی شواهدی که پیش داره بی ترس اودام پرشته و با توجه به این جوی که پرشته اودام مردمانی هم به نظر من شهامت هم سک گلاشون رشد کنگه ویس کنگه وتی حبران کنگه وتی حقی فریاد جنگه و در این حال ما کسانیم که به عنوان رهبران مذهبی هم گوده ببن یا رهبران برای نیروهای روشنفکر و نخبه بلوچن وقتی که ببن چارهش نیست زمانی که وقتی گندن توده های مردم برای بیان حقیقت برای بیان دردوت پا دیمای الا مجبور بنگ بالاخرشان همراه بنگونش سرکوب و سک باز بوده و در منظانه یک نوع واقعا خفی یک نوع ترسی دوری داته کودان ریسکنکس راحت نه ساده نه مگر اینکه واقعا یک کشی دیگه زندگی بگوزی بودی ولی خوشبختانه الان فضا داری بدل بی رو که خیلی امیدوار کننده. من گشتر وقت نگرم فقط براتون سلامی عرض بکنم در اصل و بگین شما گپ کنی مردم گوش بداری جو چی گوره آوادی بلکه بتون بهتر گپ تالو کنشا ولی مهمه ایشی که ما تمام نیروهای سیاسی که هستیم بلوچی تاها درا نیروهای روشنفکر داخل شان درا با این دست و آپی کاری و برنیت ولی برای همانی که همان تا هستن توشن سک مهمه که الان این دوران تاها این جنبشی که چس بوده الان و با توجه به تغییر و تحولات بین المللی و تاثیرگذاری که برای ابرقدرت های جهانی هم سر این مسئله خاورمیانه هشتگ دارن هیلگن توشا مجبور بن که موضع گیری بکنه. الان وقتی این که این جنبش که الان چیست بوده و وزانه برای بازار چیست بود ولی گندگی که الان مثلا تا شهر ملکشاهی چی بوگن تا ایلام چی بوگن تا لورستانش چی کرده چی بوگن باش مرویچ مثل که مود تهران تمام بازی چستیری بوده که حتی مردمان بعد از اینکه جته بوده گندش بردنش بیمارستان رفتن ته بیمارستان درش برتگن توشان یا نزان ته بیمارستان مثل که تا
منطقه ایلام گاز اشکاورش جتا که شام تا اخباران تنتوشان شد که الان مردم به شکل جدی چس بودن، مسئله زندگیه، مسئله گوژنگیه، مسئله واریه، مسئله کلا حیات هستی زندگی، مثلا واقعا هم زن زندگی آزادی که شعاران خیلی پرمعنایی هست، دقیقا همان نکته جنده الان مردم برای زندگی و پایه واقعا. و امیدوارم که در هر صورت با همراهی و همکوپگی که نیروهای روشنفکر ماشمی بلوچستان تا حالا یه دیگه جاگه هم برحال بودی شرایط خاص وقتش هستیم، ولی ماشمی که پده خیلی خیلی دیگه بقول برای شرایط خاص و ویژه‌ایه، ولی ضرورت است که این دورانی تاها کوشش و همت همیشه ببینید که این خیزش زندگ دارد ببین، چون الان داری گسترده بی کل ایرانی تاها، چون برحال این رژیم هرچند که جند کشید چیه کندوشان برحال به یک حالت پایان خطی هم پوات گندی و مجبوری بگندی که حتی من برای لحظات همین در شاموارش اخبار داشت شاردن مثل این که بازی هواپیماهای نظام باربری روسیه یا حتی ایرانی تا دارم بازی چیزی چست کنن تو برند، حالا چی چست کنن برن، آیا بازی آخوندی برگن گوه تمانگو یا اینکه بازی تلاح ملای برگن آنگور مشخص نه، ولی معنیش این که سرنوشت ساز این خیزیش این که الان چیست بوده ادارت کشی مسئولیت تمام، چه به قول معروف افراد سیاسی ببن، اجتماعی ببن، چه به شکل شخصیت ببن، چه به شکل تشکلات سیاسی و برای افراد سیاسی ببن، باید به شکل واقعا فراحزبی منظورش اینه که کاری که ضروری انجام دهد بی چمچارک میبی که در نظام ای حزب یا حزب یا ای تشکل یا تشکل یا ای مولوی یا مولوی یا ای روشنفکر یا روشنفکر من نرم. پس درد مشترک همگانیه. اگر متحد مبین با هم دیگه، هم تا بلوچستان و هم بلوچستان به همراه ایدگه جاگهان ایران متحد مبین، متاسفانه خب زندگی و سخت وحشتناک بعد بودن که بدتر بیتن. ولی امیدوار کننده، من فقط داخلی کلمه که عرضی بکنم همچین که بسیار امیدوار کننده اند که این جنبش مبسید ادامه بدی بکنه و سرنوشت ساز ببی و تعیین تکلیف نایب جمهوری اسلامی با تمام مشکلاتی که متاسفانه دار دستهایی که لوتا مصادره بکنه این مردم جنبشی که هستن تو شام، بخصوص از با توجه به این میدیا هم که هستن تش مورد پشتیبانی هم هستن تو شام، واقعا آپم که شان لوتان مبید و سک مهمه که الان یک عده زیادی هم الان به خاطرشی که چون دار و دسته های سلطنت طلبان پایه یا دارن مصادره کنن، در نتیجه ما نرویم بلینش وقت ببینم ما وقت هرچی کنند بشن. یعنی بسیاری از عزیزان فعال سیاسی حتی الان فقط به خاطرشی که لوتن بگوشن چون این دار دست های سلطنت طلب داره مصادره کنه این مسئله دنج ما رو کار نیه بلگجر گوگجر واد دلگوشی بی ما مکنی نوشه اگه کل نمیبرم کن بلوچ میبرم کن ترک میبرم کن نهایتا ادامه گوده همین شرایطی که هستین تو بشن. ادانت که سک مهمه که این دورانی تا واقعا ماشما درست هر یک به هر شکلی که بتوان در ارتباط با زنده داره و رشد و گسترش این تظاهرات که مثلا الان برحال زایدن که مطرح و حتما کنن یه جمعه هم 100% بر اساس اطلاعاتی که ما را هستن توشن کنند این تظاهرات حتما بیتون بودن، ولی در این حال مختص فقط زاهدان مبید. چابهار، ایران شهر، سراوان، خاش، زابل، تمام شهران بزرگ بلوچستانی تا برحال بخصوص با توجه به یک جمعیت هم نسبت من مقایسه کنم 40 سال پیش، ولی الان جمعیت من فکر کنم 5-6 برابر دوران بوده. بنابراین از نظر مردم ها فقط مسئله سازماندهی و این سازماندهی که باید ببینی و انتظار از نخبگان بلوچ هستیم، نخبگانی که بودن در منطقه هستن تا فرق نکنه هر کجای بلوچستان ببین. خیر فیلیا برای طولانی بودن چون تو منم گوش مجبور که خبر بکنم من نزدم چی باره خبر بکنم بینه برای همشانم ما کردن تو من گوش دارن گشتر سلامت بود. رحیم جان سپاسگزار، ممنون، مشکور. دوستان عزیز سخنانی که شنیدید در یکی از بازماندگان سیاسی نسل اول بلوچ که اعدام شدن رفتن از رهبری حزب مردم بلوچستان آقای مهندس رحیم بندوی بود که تحلیل کلی رو در
جامعه بلوچستان براتون ارائه داد. جمشید جان شما سخنی دارید؟ سلیمان جان خوش آمدید. جمشید جان ترهوری هستیم بکنه؟ آقای امیری نه. سلیمان جان بفرمایید. ابراهیم جان بفرمایید. درود رفیق بر شما ابراهیم. آقای عزیز دادیار. من متاسفانه باید برم. تقریبا اکثر بحث ها را هم حالی می شدم، به بعضی هاشون تا 70% هم متوجه می شدم. صبح زود باید بیدار بشم، باید برم از زور تو مرخص بشم. فقط خواستم یک ملاحظه کوچک بگم، اونم اینی که در برخورد با و یا حتی درخواست از این مسئول مذهبی جناب عبدالحمید، به نظر من یک مقدار باید تند نبود، چون ایشان در هر حال یک رهبر مذهبی هستند. تمامی رفتارهای خودشو اگر این تنظیمم بکنه با رهبران مذهبی کردستان و یا ترکمنسرا اینا خودشو تنظیم میکنه، نه با احزاب سیاسی. به نظر من در بلوچستان باید احزاب سیاسی اعلامیه پشتیبانی بدن، نه ایشون. این مهره مهم خودتان را نباید جلو انداخت و زود اینو سوزوند، چون در آینده ما به این افراد احتیاج داریم، از اینکه خود مذهب و از آیین حکمرانی بیرون بکشیم، در واقع جدا کنیم و در این حال به همزیستی مسالمت آمیز مذاهب باید به این بپردازیم. در آینده به کسانی مثل عبدالحمید نیاز خواهیم داشت. به همین دلیل به نظر من درخواستتون از این و مجبور کردن این به این که مجبور بشه موضع بگیره، از نظر مقداری تند، شایدم مناسب نباشه. من فقط این ملاحظاتمو گفته باشم. خیلی استفاده بردم از صحبت‌های دوستان بلوچ. با اجازه تو مرخص میشم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. رفیق ابراهیم سپاسگزار از شما. با توجه به تجارب غنی و پرارزشی که شما در جنبش سیاسی کردستان دارید و احزاب چپ، سپاسگزار. از تحلیلتون کاملا هم درست، کاملا درست. سپاسگزار. مرسی دوستان عزیز. سلیمان جان شما پرسشی، سوالی اگر از آقای رحیم بندویی دارید یا از آقای امیری، مسئولین دو تا احزاب سیاسی بلوچستان در خارج از کشور هستن در روم، بفرمایید. خواهش میکنم. حمید جان شما، آقای سلیمان بفرمایید. بله، جناب سلام دوباره. دکتر من هاشم. ارزی اطلاعات جالبی بود در مورد بلوچستان. به نظر من همچون جلسه های خیلی مهمه. نقاط مختلف کشور، ملیت های مختلف، نماینده هاشون بیان و مسائل درونی خودشون رو به اطلاع دیگران برسونن تا ما بدونیم چه جریاناتی در داخل کشور ما بین ملیت ها هستش و چه نیروهای مردمی ما داریم و چه نیروهای ضد مردمی به فرض داریم. اینا مسائلیه که ما باید بدونیم. تشکر میکنم از این جلسه خیلی خوبتون. این جلسات باید ادامه پیدا کنه. امیدوارم که ملیت های دیگه هم بیان همچنین اتاقهای مسائل خودشون رو مطرح کنن، زیناهای مختلفشون رو معرفی کنن، مشکلات خودشون رو بگن، نکات مثبت و منفی رو بهتر ما بدونیم. همینطور به اصلاح در دنیای ایدئالیستی خودمون زندگی نکنیم. یکی از اشتباهات سال 57 در این بود که ما قبل از اینکه انقلابی باشیم بیشتر ایدئالیستی بود، در هوا بودیم به جای زمین، در صورتی که سیاست در زمین است پیاده میشه، نه در هوا. در حال مرسی از بله بودنتون. سپاسگزار. مرسی سلیمان جان. به هر حال اینم از ایران دوستی و
میهندوستی مردم بلوچ بود که خودشون ترتیب دادند که ما در واقع روم دموکراسی بلوچ، دموکراسی حقوق بشر، پیش برنده و برگزار کننده این نشست نبود. نشستی بود که از دل خود بلوچ ها در واقع اگر گفتن بلوچستان کردستان چشم چراغ ایران، دقیقا این همنوایی و همدلی مردم خود بلوچ بود که همچون درخواستی کردند که نشستی با هممیهنان خودشون داشته باشند و آگاهگری بشه ضمن تقاضا و درخواستی یا مشورتی که با پیشوای در واقع دینی سیاسی خودشون داشته باشن. این هم از همدلی بلوچ ها برای هممیهنانشون بود. دقیقا این شبی که امشب داشتیم. جناب حمید جان، شما اگر پیغامی دارید، پرسشی دارید. جناب حمید عزیز. عزیز جان گوش میکنم عزیزم، گوش میکنم. ممنون. میام. پایان روم، به هر حال پایان روم، ما داریم اعلام بستن روم میکنیم دیگه. جناب آزاد عزیز، شما اگر سخنی دارید. آزاد جان. آزاد بله عزیز، میدونم که دیر وقته برای شما دیگه تو ایران. بله، درود به شما عزیز جان، شب همه به خیر، امیدوارم موفق باشید. درود میفرستم به کسایی که داخل این روم هستن. خوشحال شدم که صدای دوستان بلوچ رو شنیدم. آقای بندویی به راستی خیلی جالب صحبت فرمودن و همه دوستان. واقعیت اینه، هم بلوچستان هم کردستان و بقیه ملیت های داخل ایران باید با هم متحد بشن و حقوق ملی خودشون رو مطالبه بکنن، از رهبران واقعی خودشون به حساب بخوان که یک جبهه خوبی تشکیل بدن برای به دست آوردن حقوق انسانی و ملی و انقلابی خودشون. در حال من لذت بردم از صحبت‌های دوستان بلوچی که اینجا امشب تشریف داشتن. خوشحال شدم. امیدوارم همه با هم بتونیم سرنوشت خود را تعیین بکنیم. آرزوی موفقیت دارم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خوشحال شدم از همه شما دوستان گرامی. بله، سپاسگزار. اگر دوستان سخن دیگه نداشته باشن، ما تا 10 قرار بودی رومی داشته باشیم، من از 11:30 گذشته است. به هر حال سپاسگزاریم از جناب مهندس اسلم و دوستان عزیز امیر و همچنین رؤوف و دیگر دوستان، امیر جان، که پیشنهاد کردن همچون رومی داشته باشیم و ما هم به عنوان همکار از همهشون تشکر و سپاسگزاری میکنم. شب خوبی بود. به هر حال هم آشنا شدیم با هم دیگر بیشتر و همین که فهمیدیم که برخورد ما با جناب مولوی عبدالحمید عزیز که تا همکنون با پایمردی و انسانی ایستاده، امیدواریم که همچنان شرف و حیثیت بلوچ در کلام و زبان ایشون جاری بشه. سپاسگزاریم. مرسی. مگر اینکه کسی دست بالا بکنه و 1-2 دقیقه دیگه عزیز بیستیم. جان جناب رحیم. چرا نگفتی که ما فارسی صحبت کنیم؟ بلوچی صحبت کردم. من فکر میکردم نه برنامه نه فقط نه، بلوچیه. قرار بود بلوچی سخن بگیم. به این خاطر همه بلوچی سخن گفتن. اوکی. چون آره. احساس گناه کردم، دیدم دوستانی هستن اینجا نه که نه دارن نه فارسی نه صحبت میکنن، نه گفتیم که چرا نه، چون ما موقع تعصب داشتیم روی که خداحافظی حتما است. بلوچی باشه. اوکی، بسیار نه خوب، نه مرسی. نه، مهندس قربان جان، برم ما بندوی جان. برای اینکه موقع جانم. ابراهیم گفت 90% صحبت بلوچی رو ما فهمیدیم. راست میگه، 90%. آره خود آره چند درصد رو فهمیدی علی رضا؟ راستشو بگو. من 99% فهمیدم. بلوچی گیلکی نزدیکتر نسبت بلوچی زبانهای آه، دیگه، آره. درسته اصلا باشه. به طور کلی کلمه ای نبود که نفهمم، مگر خیلی کلمه ریز که آدم به قول معروف. خیلی ممنون، کلماتی که از تشکر هستم. سانسکریت ما گرفتیم شما ممکنه متوجه نشید. داره آره، باشه. آفرین، بقیه همه چیز فهمیدیم دیگه اصلا. منهای گرامر بله گرامر ما هم با گرامر فارسی یکی نیست. به گرامر یکی، ما آره، گرامر هند اروپایی دیگه با آره آلمانی هم آره آره یکیه. ما اروپاییم، راست میگی، شبیه انگلیسی آره، گرامرش. هند اروپایی دیگه تعارفی نیست که. یه به هر واقعیت. حال خیلی بسیار ممنون. با توجه بسیار اینکه دیگه جلسه هم سپاسگزار بسته رحیم جان میشه، از پس روم حضورتون. بعدی. خیلی ممنون از شما، هم آقای امیری، هم دوستان دیگر که بودن، جناب مهم و همه دوستان عزیز.
دکتر که نمیاد سخن بگه. شب و روزتون خوش باد تا شبی مهم دیگر. کجاست؟ مهم اینجا نیستیم بالا کجاست؟ چرا بود سخن گفت، اتفاقا یک 10 دقیقه ربع ساعتی سخن گفت مهم جان. اوکی. بسیار خوب. بلوچ جان بفرمایید. بلوچ عزیز بفرمایید. سازی بلوچ ملتوار واجه بیا. من دوست گوشم باش. که واجه رحیم اچش واجه رو که ارکیدی سنگتون درسته که بر باز منتوار بون اگه واجه رحیمشون هم به همی وعده یک دیوانی پوتی چوتی ازوی نمیگو بشتینم باز باشد که بانداتی رو چند جاری که جنگ بیتک بتا ظاهرات کنگ درستی بلوچستان هم آقایی تو که گوم بیت هواری بوا خدایی دو زنگ مبید به سلطنت طلبان نشیه بدل مکنند چون با یک دیوان بلیت هم باز باشید منتوار باند بین دیوان انت اتفاقا بنی على سنگت ملک جهلت من متوجه بودم کلاب هاوسی ششته به باندا هم شش باز تا باشید دیوان هسته به اضافه شی ساعتی که چه ساعتی حزب رحیم جان؟ مردم هم ساعتی یک اعلام جمعه کن. هم به یک دیگه بیانیه تحلیلی گشتر هم داته فکر کنم هردو کی چه باز ساعتی باشید رحیم جان؟ چه ساعتی؟ احتمالا ساعت ساعت 6 7 با اروپایی گوشی ساعت اوکی. 7 بیگار اروپا اوکی. وقت به 4 تا 7 اروپای اوکی می 6 بیام هفته درست سخنران هم 2 نفر طبق معمول 2 نفر عادی مردم هم 2 دقیقه وقت دهند. ما یارم 2 دقیقه استفاده رسول میکنیم. تو بیا بوده یک ساعتی گپ کن باور کن من نه 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 دست نه بردی نه کنم نه 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 چه ملک قربانم. شد حالا گپر تو با چی فعل باید جستش باره کردم واجه بالا چه باشی چیزی اشاره کنم میگه ها در مورد سلطنت طلبان من چه عزیز دادیارا و چه شما حزبی ها مردم ها خب جست کنم و اشاره ای بود تو بود ابران تو کم که سلطنت نام که واجه بالا چه کم که روشنتری نام که ها و ارتجاع نام هم توقف تو ارتجاع یه چیز بیست. شما وقتی که انقلابی بیته آشوبی بیته هاوری که تو پنج لهرکنته هر دم هار پتاری گونه گو دو کوردی مثلا ایشان شما انقلاب تو که بلوچستان که در رابطه با تو کلمه ارتجاع تو نامگه یک قدیمی چیزی ما زمانه هست یعنی که زمانی که انقلاب بود در رابطه با ارتجاع محلی همیشه یه مسئله هست و نیروهای بلوچی که بلوچستان تو که بلی چپتن ولی مسئله اصلیش بلوچستان است نشریت بلوچی تا در رابطه بلوچستان کارش کو همین راه عزیز اشاره کو شخص 70 نفر با کمگیش کشاگو جنگو بعد بود بلوچ تحصیل کرده و واننده. بعد شما در رابطه با منشبه حزب توکا در رابطه با ارتجاع محلی و الان همین انو انچو واجب بالات اشاره کو سالت ترین بچا پات براونته مرا چیزی نیست. شما شون بارا روشنی موزیگری پرچی نکردی و حتی یا بری من شما حزب دبیر کل ها جو سپورت کوش باننده ما گپ بزنی نه هنگا نندی گپ بزنی انو رسول تو جان دورش تو انو تو جواب مده رسول بچه جان واسه اگر گپ پرسید. چنانچه منیتی باور ایشی مبی به عنوان یک واقعیتی همین بزرگ و بدبختان بلوچستانی تا که سپاه و نزانا نیروی انتظامی نزانا هر کس پیچان تفنگش دسته باور که فقط به خاطر چون دینانی که چوکان لاپه بده دیگه باور و ایمانش نیست پیشی که نزانا و تارا یک کسی حساب بکنه که این حکومتانی تا جاه و جاگاهش بود و هم زانن که دو حکومتان بعد از اینکه استفادهش تمام بود دور شده آنگور روان نکته منظور چیه که مثلا احزاب موضع گیری در مقابل شار نکنه از دیدگاه ما برای هر کسی که در خط مردم کار که به عنوان یک نیروی که برای به جلو داری رو ولی خب هستن کسانی که به هر حال یک شکلانی جزء مجموعه به قول معروف رانتی سیستم ان توتی زندگیش آی تا دیسته خب آیان به هر حال میلیتی دست هم نرسی که الان مقصد من دیگه داره خب شعار بده سر آیان که ارتجاع کنین تو نظر توضیحش بده اینو در مقابلش موضع بگیری من واقعا حیال دوران که من دوران 57 نه ماشمی محلوکانه چه کماشه رو حساب بکنین چه مولا مولویان رو حساب بکنین تجربه هستند و نه من تر تجربه هستند به همین خاطرت که دشمنم حد اکثر بهره برداری کو بخواد که من تر بر علیه هم دیگه دور بده منی تی درد مشترک و همه کسی که بلوچ من تو به عنوان ارتجاعی داری مطرح کنیم و بعضی که بلوچی که مثلا همراه گود رژیم تفنگی دستن شمالتر نوشن اصلا خیلی بالایی که واقعا دچار خیانت و جنایت بوده هم باید محاکمه بوده محاکمه عادلانه باید بوده حتما و حتما آیان همه ها که جمهوری اسلامی جن به عنوان یک حکومت ارتجاعی و داری جنایت که آیان هم که دستش به یک جنایتی مرتکب بوده که به خاطر پشتی به از رژیم آیان هم زی حق همشین که باید محاکمه کنک به شکل عادلانه ولی
مثلا در مورد کی تو فکر کنی که الان من و تو باید موضع گیری بکنی و مشخص بکنی که الان جزء صف انقلابه یا جزء نظارت ضد انقلاب، در نتیجه همین الان زوارکای شروع بکنی. من فکر کنم مهم ایشیه که ما شما به طور مشخص همه شرایطی تا که هستی بگندی و دعا کسانی که در مقابل هدف جامعه‌ای که داری به جلو لوتی بروتن در مقابل هدف گوشتن گروه آوازی و پیش داره که به قول معروف ارتجاع گوشک ببی تو که نظر انقلابی گوشک ببی تو موضوع گیران چطور که اما مهم ایشیه در شرایط بحرانی تا جایی که امکانی هسته تنش هایی که مال گذشته یا تنش هایی که ممکنه فرض کن یک مرحله بعدی از جامعه به وجود بیای الان بلوت شروعش بکنه تو در واقع بطور مشغول کنک با پرمپوشیگی این کاره یا اینکه در گذشته بطور درگیر کرده. فهمیدید به نظر من هر موضوعی ویتی جاگاهی سر باید بررسی کنک بی و بر اساس به قول معروف همه شرایطی که هستی ما تحلیل مشخص از شرایط مشخص و جنبندی نهایی چیه بی بر آن مبنا باید منندی ما شو ویتی تحلیلانو بکنی و ویتی موضوع گیریانو بکنی. الان من بیام بلدشان جنگ بکنه سرشی که کی نزان ارتجاع تو فلان مولوی ارتجاع تو فلان مولوی نه انتو شا یا نزان فلان کس بوده با توجه به که نظر جز نیروهای بسیج اشاعری انتوشان والا میریته من فکر کنم ممکنه باند پوشن بسیج اشاعری میریته در گشتر بوده به شرط ایشی که گوشتا اگر کسی دستی به جنایتی آغشته بوده آلوده بوده خب کاملا طبیعی که بالاخره حق باید به حقدار برسی. کسی که در واقع شکایتی برای یکی ببینی حتما باید رسیدگی کنک بیتوشن ولی که رسیدگی که همه وقتی که من تر قدرتی ببین این وقتی من تو که پیسر بلوتمی جنگان رو بکنی فقط معنیش این که لوتمی تو روشن فکری حفظ بکنی و بداری و مشغول کنی از در ذهنی و روحی و طرف ارضای کنی که بله ما مثلا تیهبر حق کو ایشی که من در ارتباط با این موضوع تیوشه رسول جان من یک شکل در واقع جانب احتیاط باید بگیره. یکی ممکنه بلیت به حساب نظرت سوء استفاده یکی بلیت به حساب ایشی که نظران آدمایی که فقط لوت بهره برداری بکنه برای ما شرایط جامعه مهمه و برای فردای جامعه مهمه نه ایشی که الان یا گذشته چی بوده برای چی مثلا فرض کن بیای ما جنگ نظران خانزاده دور بدیم همچون مثلا بسیاری من همین مسئله مطرح کنه که تو این رحیم نظران رابطه که گو حزب مردم بلوچستان که رهبری رئیسی نظران یکی خانزادگان جان بابا جا دنیای مروچی با دنیا 70 سال پیش زمین تا آسمان فرق کن. نو ایرانت که من فکر کنم که مهمه سک ماشما بتوانید واقعا مسائل هماتن که هستن بگین دینش تحلیلش کنی بعد بچاری موضوعگیری که کنینی نتیجه این موضوعگیری در همین شرایط اعلانه که از نظر تأثیری که رو جامعه من تو بیلی چی من تو بیلی چی درسته زحمت کشان بلوچ واقعا دیگه خط فقر بلوچ در نظر بگیره بالاترین خط فقر در کل شاید خاورمیانه هستن نه فقط ایران حالا خاورمیانه فقیرترین کشور هم الان ایران دیگه. نو اگر چنانچه چشکا بلوچ حساب بکنن ایشان خب کاملا طبیعی کاملا طبیعیه که مشغول وطبی دلگوش وطبی یعنی روشن فکران فقط گوره باید مشغول شی وقت ببن که شی آدگر یر بجن آدگر یر بجن شیعایی رزانه نه این شد تنی وقتی اگر من بلوتنی تجربه گذاشته استفاده بکنی برای شی که یک گام دیماتر ببری من حالت دشمن حد اکثر بهره برداری کن دشمن حد اکثر استفاده کن توشم همین موضوعی که در ارتباط مثلا با همین نیروهای مسلح تنی وقتی بونن نیروهای مسلح بودن که آوازی نظر پرچم اسویتینش بوده با رنگ سیاه مثل کلمه شهادتش نوشته بود یا برعکس حواسونده حالا سیاهی بود و اسویتینش نوشته کشن ایشان وقتی که پرچم عوض کنه یک دیگه پرچم میره به اصطلاح با مبانی دیگری مطرح کنه آیا شما به عنوان یک تحول از نظر ذهنی حساب نکنه یک تحولی از نظر فکری از نظر حرکتی به حساب نیارید ایشان خب برحال هر چی ببینید ایشان کسانی هستند که همه جامعه تا هستن وجودش هست و در این حال هم فعال بودند و فعالیتش هست این همین داستان هم در ارتباط با ما مثلا فرض کن نیروی نظامی بلوچی که برتگو هورش برتگو نیروهای نظامی بشن دقیقا همین داستانه همین کسانه با احتیاط باید ماشما
وتی موضوعانی که هستندش تحلیلش وقتی کنیم به جنبندیانی که رسیم خیلی از جنبندیان ضرورت نه داد به کشی من تو جنبندی بین من و تو وقت بمانی بخاطر چی که هدف مهمه. هدف الان چیه که با این شرایط و اوضاع احوالی که ایران تا با شرایط و اوضاع احوالی که بلوچستانی تا که وحشتناکتر از همه جای ایرانه، این اوضاع احوالی تا سک باز په گم گی کارا گیشینده گلوته نه فقط با شعار و نه فقط با ایشی که نداره یکی پیش بداری که چند درجه انقلابی کجا رسته یا درجه ضد انقلابی کجا رسته بشه. ببخشید من یک کم که خارج از بقول معروف صدا رفت برز و بلند بود برای من رسول میشه چون با هم دیگه برکنه به می خاطر میبرن انجام ده بیشه فعلی لوٹا. مهربانی رحیم جان، مهربانی مهربانی. رو جان، رو جان اجازه بده یک دو. واجه رسول قانع بوده و دیگه مولانا تخریب مکن و یه همه ارتجاع گشتر هدفی مولانا عبدالحمیده و اگر هنگت هبری داری بگوشی تا جاره من نشد دوباره که بر بری جماعت زنده رو جان دوباره اجازه مکن بده. برای چیز خود رو جان اجازه بده یک دو نفر سنگتان خبر بکنن که سگ دیر گوسته دیگه لوگ کم کم تعطیل کنی. داود جان بی زحمت هر کدوم از رفقا 2 دقیقه شما 2 دقیقه رضا جان سخن بگین که رومو تعطیل کنیم کم کم. داود جان بفرمایید. و دوستان عزیز، آقا من یه سوال دارم. ببینید بفرمایید. آقای رحیم، درود رحیم جان، ایشون وقتی صحبت میکرد من کاملا حرفاشون رو متوجه میشم، حتی بعضی لغت ها رو متوجه نمیشم، ولی دقت کردم دیدم لغاتی که ایشون استفاده میکنن و من متوجه میشم بیشتر لغات عربیه. میخواستم ببینم خیلی به اصطلاح مشتاق شدم یاد بگیرم، ببینم از لغات فارسی سلیس بین بلوچی و فارسی چقدر به هم چقدر نزدیک هستن، زیادن کمن؟ چون من متوجه که شدم ایشون صحبت میکردن مثلا تعریف، دفاع، نمیدونم اهداف، صحبت که میکردن لازم، دیدم اینا به خاطر که عربیه شاید من متوجه میشم. چی فکر می‌کنی عزیز جان؟ راهنمایی کن، کمکم کن. ارزم به حضورتون که ما هنگامی که نیروهای تحصیل کرده بلوچ سخن میگن 70% از واژه های به کار برده پارسی بهره میگیرن، 30% بلوچی. هنگامی که میخوام بویژه در یک گرد همایی پیوندی نشسته باشن بیشتر از همون زبان سخن میگن که در فارس ها بیشتر سخن میگن. خود شما هم اگه سخن بگید به فارسی سخن بگید 50-60% عربی از واژه عربی سخن میگید. بلوچ هم یا ترک هم از همین شیوه بهره میگیرن. رحیم جان یه جوری سخن میگفت که تا اونجایی که شدنی است همه بفهمن، یعنی فارس هم بفهمن، بلوچ هم گرایه نداشته باشن که بلوچی نیست. از این اما اگر یک بلوچ ادیب با پرهیز بخواد سخن بگه که باید بلوچی گفته باشه اون وقت شما کمتر خواهید فهمید. سپاسگزارم. رضا جون بفرمایید. رضا عزیز، رضای فرماندار ما. رضا جون هستی؟ نه. یوسف جان بفرمایید. درود درود بر بر شما. شما، خیلی خوش اومدید. قربانت، منم درود بر شما میگم و دیگه دوستان گرامی که اینجا حضور دارن، همه دوستان حضار گرامی سلام عرض میکنم، درود. من داشتم یه حدود نیم ساعت شایدم بیشتر با یکی صحبت زف میکردم. جان از خلق ترکمن صحراست، از ستاد ترکمن صحرا. بفرمایید. صدا منو دارین دیگه، درسته؟ داشتم آره توضیح آره میدادم. یوسف جان، آره. بعد این من تو اتاق بودم و موقعم نمیتونستم صحبت کنم. بعد جمشید جان اومد، الان خب رحیمم اومده. توی جمعی جلسه بود، با هم بودیم اینا. بعد در رابطه با ضرورت هایی که شرایط کنونی میطلبه ما باید پاسخ بدیم. تقریبا موضوع اصلی یه همچین چیزی بود که برای اینکه تو این شرایط کنونی، شرایط متلاطم حساسیه،
خب حالا ما چه نظر داریم و میتونیم با هم صحبت کنیم به جنبندی برسیم. موضوع اصلی بود. به هر حال من اونجا نتونستم صحبت بکنم، ولی از طرف تشکیلات ما یکی صحبت کرد آخر. ولی در مجموع یک اشکال بزرگی که هست، به اصطلاح به جای نیرو گذاشتن به پاسخ به این ضرورت ها، یک تمایلات سکتاریستی بسیار قوی وجود داره که مانع میشه و خطای بزرگی هم است، اشکالی است که ما متاسفانه داریم و باید حواسمون باید به این باشه. من میخوام از دوستانی که حضور داشتنم اسم بردم، آقای بندویی و آقای امیری، میخوام ببینم که این دوستان تا چه حد این موضوع این نکته را مورد توجهشون قرار گرفته. آیا همچین اشکالی دیدین؟ چرا در رابطه با گسترش اتحاد، همکاری در بین و همگرایی در بین نیروهای جمهوری‌خواه، بخصوص جمهوری‌خواه دموکرات و فدرال و غیره و اینا، انواع اقسام دنبال عیب‌جویی می‌گردن؟ عیب‌جو به هر حال عیب پیدا خواهد کرد، ولی نتیجهش چی میشه؟ پاسخ به این نیاز بی جواب میمونه. من اشتباه میکنم، خیلی خواهش دارم اگه من اشتباه میکنم شما بفرمایید، لطفاً نظر بدین. این مسئله شخصی هیچ کدام ما نیست، مسئله همه من هست. همه اونا که دل میسوزنن برای در یه همچین شرایطی بتونیم ازش استفاده بکنیم، بتونیم جنبش پیش بره، یه جایی برسه. چرا اصلا صحبتی از آلترناتیو شدن نمیشه؟ چرا صحبتی از مجلس مؤسسان نمیشه؟ چه کارهایی میشه کرد؟ لااقل صحبت بشه، بررسی بشه، جوانب دیده بشه، باز بشه این قضیه. دوستان مثل که استقبال نمیکنن. من در این حد مسئله را دیگه بیشتر نمیخوام صحبت کنم. دوستان خیلی عذر میخوام، ببخشید. با اجازهتون فعلا اگه پیشنهادی دارین، صحبتی دارین، من در خدمت هستم. هرچه به نظرم میرسه در میان میذارم. بفرمایید. مرسی. هر دو حضور دارن، هم مهندس بندویی و هم جناب امیری، حتما پاسخ خواهند داد. دوستان خطاب به شما بود، عزیز جان، بفرمایید. من فکر می‌کردم شما اتاقو داری میبندی رو میرین، مثل که داره ادامه پیدا میکنه. آره دیگه چیکار کنیم؟ گفتگوی سیاسی دیگه همینه. عزیز جان من یه سوال دارم و یه حرف دارم، اجازه میدی؟ اجازه بدید پاسخ یوسف جان و جناب بندویی و جناب امیری بدن، بعد حتما من چشم. تا وقت نوبتم شد. مرسی. یوسف جان، ببخشید جمشید جان چون از شما اسپرده شده از من. یوسف جان این سوالت به طور مشخص کوتاه در چند کلمه دوباره بگوش که من درست متوجه بشم، چون من فکر می‌کردم در حال خداحافظی هستیم هممون. شما هر فکری بخواید بکنین، ولی من حرفمو زدم و مشخصه، میتونم هر چقدر بخواید توضیح بدم. اینا شما جلسه بودین، از جلسه دیگه چند روز که نگذاشته، چند ساعت بیشتر نگذاشته، 1 ساعت یا 2 ساعت. اوکی. خب 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 چه صحبت شد، پس بالاخره باید یادتون باشه دیگه موضوع چی هست. صحبت‌های موضوع اونجا رو میگی؟ صحبت‌های اون جلسه رو میگی که با هم داشتیم؟ حالا جلسه، بله، خب حالا هر جای تو اون یه جلسه. چیزی است که اون صحبت ها به قول معروف در واقع صحبت ها و گلاها و هر چی که هست اونجا میمونه. اینجا من فکر می‌کنم سوالات عمومی، اگه البته سوال عمومی بود شما مطرح کردید، مسئله این که خب چرا جمهوری خواهان با هم دیگه نمیپیوندن. غیر مسئله از اینه. همینه، مسئله فقط جمهوری خواهان آفرین نیست. آفرین، مسئله همینه، دقیقا مسئله مسئله، همینه. آره، مسئله اینه، فقط مال اون جلسه نیست که، مسئله جنبشه، مال همه هست. خب ما درست. به عنوان نیروهای اپوزیسیون چرا نمیتونیم بیشتر به همدیگه
بخوایم همگرایی کنیم، این لازم نمیدونیم، اجتناب ناپذیر نمیدونیم، جزو الزامات و مطالبات این زمان، این لحظه تاریخی نمیدونیم، خودمون موظف در نظر نمیگیریم، میگردیم دنبال عیب و فلان اینا. آقا به من تلفن کردن گفتن که اسمش فلان شده و اینا فلان یه چیزای اینجوری، بالاخره از توش یک عیب جویی در میاد. تلاش برای پاسخ به این نیاز ازش در نمیاد، این تعهد از توش در نمیاد. من اشتباه میبینم، شما چی میگین؟ منظور یوسف منظور پاسخگویی به نیاز مبرم جنبش که ایجاد آلترناتیو هست چرا نمیرسند؟ خب برمیگرده به این مسئله که توی این به قول معروف گفتگوهایی که انجام شده یا در حال انجام شدن هست، هر کسی دنبال اون آرزوی خودش میگرده و نکته همینجاست که اگر کسانی بتونن کوتاه بیایند با هم دیگه میتونن نزدیک بشن. سخن از همبستگی جمهوری خواهان شد. جمهوری خواهان به طور مشخص سه دستند، حداقل این فهم من اینه. بخشی از این جمهوری خواهان از نظر اون ساختاری که به دنبالش هستند کاملا یک ساختار تمامیت خواهانه رو به دنبالش هستند. به قول خودشون که حتی کلمه یونیتری سیستم رو به کار میبرند، یعنی که وقتی که حتی همون کلمه غیر متمرکزی که مطرح میکنن و همش هم حوالش میدن به پس از به قول معروف سرنگونی جمهوری اسلامی اونجا تعیینش میکنیم چه خواهد بود، خیلی هاشون خیلی واضح مطرح میکنند که منظور ما اینه که این غیر متمرکز یعنی این که تمام قدرت سیاسی در دست دولت مرکزی است و دولت مرکزی است که کارهای اجرایی رو در واقع میتونه منتقل کنه به جای نمیدونم به قول خودشون استانها و فلان و فلان اینا. خب کاملا طبیعی است. منی که 100 سال زجر کشیدم از اینکه الان در واقع از نظر جنبه‌های مختلف بخوایم حساب بکنیم، مثلا جامعه بلوچستان رو حساب بکنید، جای دیگه رو نمیرم، حالا ترک مسئله به جا خودش باشه و منطقه عربستان ایران به جا خودش باشه، منطقه کردستان به جا خودش باشه و تو همون بلوچستان ما داریم این فکر رو میکنیم که اگر چنانچه سرنوشت درون بلوچستان در دست مردمان خود بلوچ نباشه و از مرکز دولت مرکزی براشون تعیین تکلیف بکنه، همان مصیبتی خواهد بود که در ظرف این 100 سال داشتیم. خب من اینجا به عنوان مثلا یک فعال سیاسی بلوچ که به دنبال یک سیستم جمهوری دموکراتیک فدرال هستم، با یک همچنین جمهوری خواه تمامیت خواهی که از مرکز ایرانه و در واقع مزه اون امتیازاتی که در ظرف 100 سال گذشته تو دستش بوده آنچنان زیر دندانش نشسته که حاضر نیست از اینا دست بکشه، خب کاملا طبیعی است که من مقاومت خواهم کرد. اون کسی که اتفاقا اینجا در ارتباط با همون ایرانی که برای خودش این همه ادعا داره که عاشقش و دوستش داره و حاضره که تمام نمیدونم هستی خودش رو فدا کنه، بدترین صدمه رو اون داره میزنه. وقتی که حاضر نیست برابر حقوقی من بلوچ و کرد و ترک و عرب و فارس هم اینا رو یکسان قبول بکنه و خواهان همون سیستم هم هست، کاملا طبیعی است که ما نمیتونیم نزدیک هم دیگه باشیم. اینه که تا زمانی که اتفاقا ببینید یکی از مشکلات یا یکی از مصیبت هایی که یا یکی از تفاوت هایی که در ارتباط با اون انقلابی که سال 57 شد با این انقلابی که الان باید بشه و داره میشه اینه که آن زمان فقط میدونستن که چی رو نمیخواهند ولی چی میخواهند رو نمیدونستن. واقعا با هم دیگه اگه مشکلاتشو میدونستن سرنوشتمون این نمیشد که الان هستیم. به همین دلیل الان این همه به قول معروف تنش هست، ولی گفتگو لازمه، باید گفتگو کرد. همین گفتگوهایی که در ظرف همین 2-3-4 ماه قبل در واقع شده تا الان، همان کسانی که وقتی که صحبت میکنند و خواهان یک سیستم غیر متمرکز هستن به شکلی که همه چیز فقط در دست دولت مرکزی باشه، داره آروم آروم کوتاه‌تر میاد. در نتیجه لازم هست که من مقاومت کنم برای حقم. خب اونم با توجه به باوری که داره سعی میکنه مقاومت بکنه، ولی آن کسی که باید قضاوت بکنه که حق با کدام هست، من فکر میکنم یه قاضی میخواد دیگه. در نتیجه اینجوری خواهد شد که اگر چنانچه نهلهای فکری مختلف باشن با هم دیگه یک جا صحبت بکنن، کاملا طبیعی است که میتونن به هر حال به یک شکلی یک راه حل قابل قبولی برای طرفین پیدا کنن. یوسف جان همین نکته رو همینجا در نظر بگیریم. دوستان عذر میخوام رحیم جان خیلی عذر میخوام.
دوستان لطفا اجازه بدید من یه نکته رنج جان، خب شما در مجموع صحبتتون از نظر من یه اصولگرای خاصی در اینجا در نظر میگیرین و موضوع یا ابزاری به نام مجلس مؤسسان اصلا نمیبینین، روش حساب نمیکنین. ما میگیم که باید مجلس مؤسسان، ما میتونیم تو مجلس مؤسسان این مسائل اونجا حل بکنیم. برای چگونه با تنظیم قانون اساسی که میخوام اونجا نوشته بشه و بعد برای مردم فرستاده بشه که مردم به این رأی بدن یا رأی ندن، اون مسئله بعدیه. ولی این مرحله در نظر گرفته شده و توضیح داده میشه که در مجلس مؤسسان جایی که الیتها، نیروهای سطح بالا، نه توده مردم، خب اونجا جمع میشن، اونجا این مسئله رو حل بکنیم. یوسف و جان و درست این متوجه مسئله شدم. اگر ما نتونیم اونجا اون حل بکنیم، هیچ وقت هم نمیتونیم، نخواهیم توانست. و اتفاقا این اگر اینجا نتونیم حل کنیم بله. اونجا غیر ممکن خواهد شد، به دلیل در- اینکه شمایی که الان قدرت و دستت نیست، الان شما حاضر بذارید نیستی رحیم زبان جان ما اجازه بدین، من گوش دادم، شما هم لطف کنین اجازه بدین من حرفمو تمام کنم. طولانی شما میشه، همه دارن میرن. خب ما هم گوش دادیم دیگه. خب میخوای اراده گرایی بکنی، نمیشه با اراده تو من تعیین نمیکنه قضیه رو. من باید بتونه یه همچین ابزاری رو روش حساب بکنی، ابزاری وسیله‌ای به نام مجلس مؤسسان، و در اونجا این چیزایی که خواست ما هست و لازم میدونیم، همه صحبت ها از طریق تلویزیون به برای همه مردم پخش خواهد شد. چون با هم توافق میرسیم که اونجا صحبت کنیم و این قانون اساسی را تنظیم کنیم. اونجا بیشتر امکان پذیره تا در میان کل مردم که بخواد اونجا تو مردم هر کی میتونه تحریک بکنه، به این طرف به اون طرف بکشونه، به اشکال مختلف فلان بکنه و ما به جایی نمیرسیم، امکان پذیر نیست. ولی توی مجلس مؤسسان قابل امکان پذیره و این باید طی مرحله بدون اراده گرایی، از طریق اقناع، از طریق ارائه اون به اصطلاح قضاوتی که داری، استدلالی که داری، باید پیش بری. در غیر این صورت باید به ابزار دیگه‌ای که جز فلاکت بدبختی، جنگ و جدل و خونریزی، چیز دیگه این نتیجهش نخواهد شد. این درک ما هست. اگه این درک غلطه، خب ولی شما تو صحبتتون به این مسئله توجه نمیدونم آگاهانه این کار میکنین یا در نظر نمیگیرین. یه همچین امکانی هم وجود داره، ما میتونیم در اونجا در یک شرایط بسیار مناسبی میتونیم با هم برای تنظیم قانون اساسی با هم صحبت کنیم، با هم همه صحبتامون هم برای همه هم پخش بشه. و در این صورت خب این چون استدلال داریم که این به نفع کشور هست، به نفع دموکراسی و به نفع اون کمبودهایی که باید رفع بشه در هر جامعه بشری از جمله ایران، او وقت بهتر میشه نتیجه گرفت. منطق میتونه بیشتر مسلط بشه بر اون جلب. این درک من هست. بفرمایید شما دیگر دوستان گرامی یوسف میخوام جان که من فکر میکنم برای ادامه این چنین گفتگویی که مسئله حاد جنبش هست یک شب و بگذاریم، شما خودتونم به عنوان طرح کننده این مسئله باشید. من از جناب مهندس بندوی و جناب امیری و یکی دو نفر دیگر از نیروهای سیاسی حزبی دعوت بکنم شما اینو پیش بکشید و در اونجا فکر کنم خودش یه 3-4 ساعتی بحث و گفتگو میخواد، که چون معضل هر سه گروه، هم جمهوری خواهانه، در واقع بخشی از جمهوری خواهان باستانشناس ایرانی هستند که در ترکیب ائتلافی با شاهیان میگنجن. یه ترکیبی هست که به عدم تمرکزی هاست و درک خودشون از عدم تمرکز، و یک دسته از جمهوری خواهان فدرال هستن. اجازه بدید یک شب برای این موضوع بگذاریم اگه موافقت بکنید، چون بحثش برای امشب برای ما مقدور نیست.
باشه ببین عزیز جان موافق شما است خودتون موافق است آقای دادا. خب ببین عزیز جان اولا موضوع فقط بین این سه نفر نیست، همه دوستان علاقمند میتونن شرکت کنن. دوما بله اینکه دقیقا دقیقا. شما هم اومدین تو اون کنگره مشترک اومدین عضو شدین، هم شما و هم آقای جمشید امیری. درسته استدلالی درسته. که اونجا وجود داره بین غیر متمرکز، اونایی که غیر دموکراسی غیر متمرکز میخوان و اونایی که دموکراسی فدرالیستی را میخوان، اینها صحبت بر سر اینه اینها با هم متحد بشن برای ضربه زدن به این حاکمیت قرون وسطایی، برکنار کردن اون، بعد رسیدن به مجلس مؤسسان. پاسخ به این ضرورت فعلا تو این مرحله لازمه که جمهوری اسلامی درست. زده بشه، این قرون تمام. وسطایی برطرف بشه، بعد برسیم به مجلس مؤسسان. باش. حالا فردا شب که حزب مردم ساعت 7 برنامه داره آقای نمیشه، عزیز ولی برای پس فردا شب من این عزیز موضوع من رو یه میذارم دقیقه با به یوسف بحث جان میکنم. حرفی دارم، یه دقیقه فقط. من هم یاد یوسف بگید به جان، آقای عزیز رد جمشید. یوسف جان اینو چرا برعکس میکنیم؟ مثلا چرا همین چیزی رو که مثلا در رابطه با کنگره ملیت های ایران فدرال و شورای همبستگی برابری چندین ماه و چندین سال مطرح کردن، چرا اونا نمیان به این نمیپذیرن؟ مگه چی در همبستگی برابری عیب نقصی هست یا در کنگره که اون جمهوری خواهان اینو قبول ندارن؟ واقعیت امر اینه که همونطور رحیم جان گفت الان احزاب سیاسی ملیت ها دنبال تضمین سیاسی هستن. ما اگه بشینیم به این که بریم تو مجلس مؤسسان نظام آینده هیچی معلوم نیست، فکر نمی کنی که دیگه بیان زیر بزنن؟ تو همین اتحادی که هم شما هستی و من هستم میبینیم هر روز روی کلمات متفق نظر نیستند. میان کلمات رو وضع میکنن، جایی که فدرالیست میگه نباید بیاری، عدم تمرکز رو نباید بیاری، اونو نباید بیاری. به این دلیله که اونا هم جمهوری خواهان هم اون جمهوری خواهانی که واقعا معتقد به حقوق ملیت ها باشن نیستن به نظر من. به این دلیلی که یعنی ما تا هنوز به همدیگه اون اعتماد کامل رو نداریم. به نظر من یک جمهوری خواه واقعی اون جمهوری است که حقوق ملیت ها رو باید قبول داشته باشه، بدونه که اینها تو این 100 سال زجر کشیدن، باید به حقوقشون برسند. من که ببینم از طرف اونا همخوانی یا سمپاتی برای به نفع من هست، دقیقا اونا همیاری میکنن. مثلا الان ببین دکتر خراب شد مرسی صدرشافی سپاس. برای همه خراب شده. اعتراض میکنه. دکتر ها صدرشافی اعتراض جمشید میکنه. تاور برای بردن. چی؟ برای اینکه باش مرسی سپاس جیمی ما جان. یهده داداش جان من به گندنا سلام قربانم. بخاطرشی که جاهیون مردم های یهده بسیار گندنا به همه دلی صدام شرنه. خب مرسی. بسیار عزیز خوب موت بشه. یاد که خبر که شما معلومی کوپ کرکای من کمتر از یک من توار گو واجه رحیم جانه همیشه رحیم جان تو ماشاءالله نو تو باز کار سیاسی که رئیس مردمی تی تجربه چه باز گشتری ما چیزی رسانیم. من ترا جوست کو تا اما کلمه های تو بکار برد ارتجاع و سلطنت واجه بالا جان هم کار برد تا بن جواب رو پرچم لا اله الا الله داد. همیشه کوشش بکن تو لوټه بعد جواب بده تو لوټه اما چیزی تی نظر آسه تبلیغ بکنه. من جواب تو نداد و جواب جو چرا پسیجام بکشه پتی جنگ بکنه پلان بکنه صاحب که همه چیزی که ساعتی من هفت جوست با اما آن دیوان اما هست چیزا جواب یه بالا دوستان جان تو برو عمود دوباره بره دمانی دیوان بزنی وقت نیالات و استاد عزیز وقت وقت است تو دیالات خدا کوپ بکنه یا الله نام بچار تو کوپ بکنه ما بکنه تو کوپ بکنه تو کام کی دلاوتی که بدار تو کا یا وقت گیسر روته من رحیم ما رو جواب بدم تیم کوشش بکنم جوست بیتی مش دیوانه یا من جوستان جواب بدی دیگه موضوع سره برمکه این واژه در رابطه با صحبت های یوسف عزیز ترکمن دوست عزیز ما که من در ترکمن هم تقریبا اونجا بودم گنبد کاووس اونجا. بعد شما این چیزایی که رحیم و جمشید میگم ما گول نمیخوریم این دفعه دیگه بس همین کافیه. شما میگی صبر کنید اونجا چیکار میشه اون دفعه صبر کرد مولوی عبدالعزیز در پیش بهشتی گفت اونا گفت زبان بلوچی هست بعد گفت نداده گفت نیست. صبر نکنید شما هم به عنوان خلق ترکمن صبر نکنید اینا ما شما رو فریب میدن پدرمون در میارم پدر دیگه نداره پدرم مرده. من تمام خیلی ممنون گوش کردی و جیغ دادا منو پس مرسی. دیگه همین اجازه رئیس رحیم جان جمهور، یه یه شب جمله دیگه به فقط. شما پاسخ میده.
عزیز رحیم یه جان جمله بریم بعد بگم. بعدم پاسخ بده، بعدم بابک صحبت بفرمایید کنه، بعدم بفرمایید. تو نه بگو. پاسخ نمیدم. رسول جان فقط یه چیز بهت بگم. بگو. کسی که نگران من بلوچم یوسف نیست. چرا که یوسف زبان و فرهنگش توی کشور همونجا کنار بیخ گوشش داره رشد میکنه، اما از من در حال مردنه. به همین دلیل من عجله دارم و تضمین میخوام. یوسف حق داره اینجوری فکر کنه، ولی من نمیتونم اینجوری فکر کنم. همین، چیز دیگه مرسی نمیخواستم بگم. مرسی مرسی. در مرسی گروه رحیم جان. نخوریم. جناب نخورید ما رسول جان اگه اجباری اجازه نیستی بدی، شما. رسول عزیز بفرما اگه بفرما اگه بفرما. ما بعد اگه من اجازه دیوان بدی، تمام بودن آلو گلوره. آره اجازه بدید دالاوی عزیز، دالاوی جان درود بر شما. 2 دقیقه بی زحمت چون رو داریم میبندیم. بفرمایید دالاوی عزیز، خیلی خوش اومدید. با سلام و درود خدمت دوستان دادیار گرامی و بقیه دوستان در استیج، چون که ماشاءالله زیادن من نمیتونم یکی یکی اسم بیارم، و دوستان در اتاق سلام و عرض ادب دارم. دوستان گرامی، الان صحبت هایی که یوسف و اینا داشتن واقعا چه خوب بود اگه ما به مرحله مجلس مؤسسان و اینا میرسیدیم. ما خیلی فاصله داریم تا اون نقطه. من این خدمتتون عرض کنم، این صحبتهای من برای این نیست که خوشتون بیاد یا بدتون بیاد. من اینو میخوام بگم یه حقیقتی که رو زمینه، یه سناریویی در حال اجراست، من اونو بیان میکنم. هدفم هم رضایتمندی دوستان نیست، هدفم گفتن حقایق که دوستان رو در اون قرار بدم. آنچه که من میفهمم این جریان خامنه‌ای و رژیم جنایتکاری که خمینی بانی و بنیانگذار اون بود، حقیقتش این خاکریز اونیه که سال 57 این سناریو رو پیاده کرد و با عبور از این خاکریز که شکی نیست ملت ایران دارن از این خاکریز عبور میکنن، به اون نقطه اولیه میرسیم که در مقابل آن سناریست، آن اسمشو نمیدونم چی بذارم لیبرال ها، در مقابل اونا قرار میگیریم و اون نقطه تازه انقلابه. تو این فرصت یه جنگ شدیدی هم هست، جنگ یک روز و 2 روزی هم نیست. آنها این سناریو رو به شکلی تهیه کردن که هر دو لبه سکه رو گرفتن. به این معنا اونا میگن اگر من یه مثال عامیانه بیارم، بازاری، تو بازاری میگیم اگه دیگی برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. به چه معنا؟ به این معنایی که اونا میگن اگر این ایران از دست ما لیبرالا میگن خارج شد، بذار جغرافیاش هم از بین بره. نگهداری جغرافیای ایران در اون زمان هیچ کسی نمیتونه نگهدارش باشه و شرایطی لازم میشه که ملت‌ها بتونن از این شرایط استفاده کنن. به این معنا که اولا هر ملتی، بلوچ، کرد، ترک، حقشونه خاک خودشون، فرهنگ خودشون، زبان خودشون، این حق اولیه‌شونه. هیچ کسی هم حق اصلا اجازه نباید داشته باشه در این مورد صحبت کنه. ولی آنچه که اینا چرا این شکل رو، این کار رو در پیش میگیرن، به این معنا که سالها زیر ظلم و ستم بودن، مانند اون شکارچی که خودش رو استتار کرده بود. این ملت ها تو استتار بودن، با صبر و حوصله منتظر شرایط بودن. این شرایط در این نقطه به وجود میاد و میتونن راحت بدون جنگ و جدال حق خودشون رو به دست بیارن. صحبت من اینه که تو اون شرایط اگر این آزادی خواهانن پیروز بشن، خب منطقه رو به حال دارن و اونا دنبال دموکراسی و آزادی خواهی هستن. اما اون چیزی که میمونه ضربه که این جغرافیا، من همیشه معتقدم همه با هم، من طرفدار اون دموکراتیک جامعه هستم که هم کرد و بلوچ و ترک و لر و عرب همه در اون شریک باشن، همه در اون تصمیم گیرنده باشن، همه بتونن از حق خودشون دفاع کنن، نه
بهشون حق بدن، خودش حقش رو در دست خودش باشه. ولی متاسفانه استعمار بگیم یا هر چیز دیگری نقشش اینه. بعد از این خاکریز ما تازه به نقطه انقلاب میرسیم و اون بحثایی که به دوستان عرض کردم. من از اونجایی که دادیار به من یه وقت 2 دقیقه داده، متاسفانه اگر حالا وقت آخر وقت، خب من دیگه صحبت رو کوتاه و در همین چند مرسی دالای جان. حتما فردا شب پس فردا شب در این زمینه حتما خواهیم پرداخت. مرسی. بله ممنونم از اینکه من تا حدی قربانت، خواهش میکنم. نتیجه کاملم نگرفتم. وقت رو شما ندارید، من ازش میگذرم به وقت به اتاق قربانت، دیگه مرسی. شب و دوستان خوش. مهر میورزی، سپاسگزارم. مرسی. یاشار جان شما هم درود دارم خدمتت. اگر 1-2 دقیقه چون داریم رومو میبندیم، درود دارم خدمتت. بفرمایید. درود بر شما آقای خدمتتون عرض کنم عزیز دادیار گرامی. من والا زیاد وقتتون رو نمیگم، 1.5 دقیقهش مال من، 30 ثانیه آخرش رو دوباره بدید به این دوست قبلیمون که وقت لازم داشتن. عرض کنم که من موضوعی که الان میفهمم و درک میکنم به عنوان یک آذری زبان که در جمع دوستان ایرانی تشریف دارم از اقصا نقاط ایران و خارج از کشور، بایستی عرض بکنم که به باور من خیلی ساده من نگاه میکنم، با احترام به تمام مطالبات. کسی که حالا مطالبات اولویت اولش مثلا حجابه، یکی ممکنه مثلا LGBTQ باشه، از جامعه LGBT باشه، اولویت اول مطالبات اولش در اون زمینه باشه. یکی ممکنه مطالبات اولیش زبان مادری باشه، یکی اقتصاد باشه، یکی مذهب باشه، بهایی باشه، زرتشتی باشه. چرا میگم اولویت اول؟ به خاطر رنجی که بر یک فرد رفته رو اون فرد بهتر از هر کسی دیگه میتونه تجزیه و تحلیل بکنه تا اینکه دیگران براش بگن که حالا این رنج اول تو نباشه. ولی آن چیزی رو که اینا رو یعنی میفهمم، ولی آن چیزی رو که نمیفهمم، حکومتی که بر سر کاره و تمام اینها این جور و ظلم و ستم رو برش رفته رو رها بکنه، به اونی که هنوز نیومده به پردازه رو نمیتونم بفهمم. مثل اینکه من دم دارم درد بکنه، پاشنه پامو بگیرم میگم آی وای دردم، بعد مردم میریزم میگم دندونم درد میکنه، پاشنه چرا گرفتی؟ بعد لامصب اینجاشو نمیتونم بفهمم. و اصلا خیلی خیلی فکر کردم جناب دادیار که خیلی علمی صحبت بکنم، خیلی بحث‌های سیاسی آکادمیک برم، دیدم مثلا فارغ از بحث‌های آکادمیک و سیاسیه به این سادگی. پس نهایتا اینجا دو تا مبحث میبونه، در بحث ارزش گذاری. یا اینکه این فرد نسبت به درد خودش اصلا آگاه نیست که پاشنه پاشو گرفته به جای دندونش، یا اینکه درد نیست، یه شعبده بازی است. یا حالت سوم، خدای نکرده به هیچ هموطنی نمیخوام این برچسب رو بزنم، مزدوری بیش نیست. لاغیرش رو بایستی اینطوری حل بکنیم. اگر میخوای تجزیه بکنی، در کلاب هاوس تجزیه نمیکنم، من اینو بارها عرض کردم، تو باید بری از صف سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ارتش جمهوری اسلامی که الان بر سر کار است عبور کنی و بگی این خط مرز رو میکشم، از این به بعد اینجاش مال من، اسمشو میذارم مثلا حالا هرچستان، بهارستان، چی اسم خاصی هم نمیارم که بشه گروهی توهین بشه، اینجا دیگه مال من. تو کلاب هاوس الان مثلا آقای داوود خسروآبادی باید امضا بکنه، اومدی از آقای داوود خسروآبادی رضایتنامه بگیری که بری جدا کنی؟ تو اصلا به کار خود باور نداری. یا اینکه خدمت عرض بکنم که مسئلهتون فقط اینجا مثلا یه دالو جان بازی. جنبندی کن، میخوایم اتاق ببندیم نه؟ آره یه لحظه جنبندیه، اینجا از الان قسمت شکسته بندی بود، این قسمتش جنبندیه. پس جنبندی صحبت تمام مسئله این هستش که دوستان عزیزم بزرگواران، مشکل اصلی ما، گرفتاری اصلی ما، خامنه ای، موشلی و جمهوری اسلامی است. و هر کسی با هر اولویتی، با هر مطالبه‌ای که داره، اول باید از اونها بخواد. دریاچه ارومیه رو موشلی خوش کرد، زاینده رود رو موشلی خوش کرد، حقوق بهایی‌ها رو موشلی ضایع کرد، حقوق LGBTQ ها رو موشلی ضایع کرد. زبان مادری اگر امروز در مدرسه نداری، مدیونی بگی رضا شاه کرد. رضا شاه که رفت، باباشم بچه‌شم نوه‌شم رفت. الان جمهوری اسلامی 47 ساله بر یه سر جایی کاره. مثلا آره الان شما باید تمام نیرو رو بذاری که در خیابان حمله کنی بر موشلی و باعث بانیان این موضوع. لعنت بر کثافتان جمهوری انشالله. اسلامی و مزدوران جمهوری اسلامی. و اوکی جان. پایان کلام، پایان کلام در لا خدمتم. مشکور.
اوکی ده. مرسی تموم شد اوکی سپاسگزار تموم شد یا یاشار تموم جان شد آقا تموم شد سپاسگزار آروم باش تموم شد شیتی مرسی میکروفون مرسی یاشار بچه جان میکروفون دوستان بند بتون جیمی برای جان ما. مایک تو ببند جیمی عزیز مایک تو دوستان عزیز شب و روزتون خوش باد تا شبی دیگر تا روزی دیگر با مسائلی جدید که 100% شب دارای یک وضع حمل دیگری است تا فردا صبح 100% ما در یک انقلاب پیروزمند به سر میبریم چیزی برای پیروزی نمونده به امید پیروزی بزرگمون شب و روزتون خوش باد جدی شدیم مرسی سپاسگزارم از شب همه باش. شب و روز واش صوبین باتت باش